درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. می‌دانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن خواهش میکنم از همه شما خانم و آقایون لطف و محبت بفرمایید و سنگر ایران آریایی خانه خودتون رو حفظ کنید. خیلی 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 هم از همه شما عزیزان، از همه شما خانم و آقایون بی نهایت سپاسگزارم. خیلی هم از همه شما عزیزان ممنونم، لطف و محبت کردید، پیام هایی که فرستادید، اظهار لطف کردید مناسبت درگذشت پدر من. خیلی از همه شما عزیزان سپاسگزارم، بی نهایت ممنونم ازتون. خیلی لطف، خیلی هم پیام بود، من دلگرم شدم، خیلی هم لطف و محبت کردید، ممنونم از همه شما عزیز. اما کارمون رو آغاز کنیم. یه سری دوستان، یه سری بچه ها پرسش هایی رو که من نوشتم، من همه رو مطرح کردید. من هر از گاهی اینا رو جمع‌بندی میکنم، به اصطلاح ببینم کی نوبتش میشه. منتها خب
مثل همین جنگ جریان غزه به وجود میاد، بعد یهو میان حزب میزنن، گروه میزنن. میدونید لابلای کارهایی که میخوایم انجام بدیم یه مسائلی به وجود میاد که کار رو عقب میاندازه و نمیتونم به پرسش هایی که شما مطرح میکنید نمیتونم بیام و پاسخ بدم، ولی حالا مطالبی که از گفتیم با هم به گفتگو بنشینیم. اما خاطرتونم باشه مدام خدمت شما عزیزان عرض کردم که من این چیز رو، این مسئله انگلیس رو میام و برای شما عزیزان بازگو میکنم. منتها انقدر داستانش زیاده، انقدر داستان انگلیس ها جناییه که خیلی پرونده است. پیش خودم گفتم خب هر از چنگایی من که نمیرسم اینو من بیام یه دفعه یا مثلا تو 3-4 تا برنامه بگم، هر از چنگایی یه بخشی از این جنایت این دولت فخیمه رو بیایم و خدمت شما عزیزان نشون بدیم و بد نیست. باید آگاهی ما نسبت به خارج از مرزهای ایران بالا بره. ما باید بفهمیم، باید بدونیم که این اتفاقاتی که داره حالا در کل در جهان، در خاورمیانه به ویژه، ولی اتفاقاتی که در کشور ما میفته، عرض کنم اینها پشتش روسیه خوابیده، پشتش انگلیس خوابیده. ما باید دشمن رو بشناسیم و چون دشمن رو نشناختیم به این روز افتادیم. ما خیال میکنیم که مثلا آخوندا یه مش ایرانی هن منتها رفتن توی یه لباس دیگه، مثل یه نفر میره میشه معلم، یکی میره میشه مثلا پزشک، یکی میشه آخوند. نه، اینطوری نیست. اینها یه مش مهره‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی غربن، مثل اون آخوند بهشتی یکی از مامورین اطلاعاتی آلمان بود و سالیان سال آلمانی هم بلد بود و سالیان سال اینجا در این مسجد تو هامبورگ طبیله علی اینجا بود و با مقامات هم مذهبی و هم سایر مقامات آلمانی و مقامات سیاسی آلمان در هشت و نشت بود و نشست و برخاست داشت و یه مأمور بود، یه مأمور حرفه‌ای هم بود. آخوند بهشتی چیز رابطه خوبی هم با چیز نداشت، با خمینی نداشت و سر جریان همین هم بود که خمینی اینو سربنیزش کرد. مثل طالقانی هم یکی از مأمورین به اصطلاحی که از افراد انگلیسی بود در ایران که رهبریت سازمان تروریستی مجاهدین رو در دست داشت و در حال خیلی هاشون مثلا منتظری آدم آخوند بیشعوری بود، یعنی به درد سازمان ها و چیزایی به اصطلاح اطلاعاتی غرب نمیخورد. آخوند احمقی بود. مثلا خود خمینی مأمور اطلاعاتی MI6 بود و بودن تعداد دیگری از اینا بودن، مثل اون خوئینی ها اون یکی از مأمورین روس بود، کاگبه بود، همونی که نقش بزرگی رو ایفا کرد در جریان سفارت عرض کنم گرفتن سفارت امریکا. به هر حال ما باید بدونیم، ما باید متوجه بشیم که این انگلیس، این روسیه، اینا چه نقشی رو در تاریخ کشور ما بازی کردن و باعث چه صدماتی شدن، صدمات جبران ناپذیری به ما زدن. مثلا انگلیس ها در حمله‌ای که از جنوب به ما کردن کشتار وحشیانه‌ای کردن. بی‌شرفا در بوشهر، در خوزستان، در هرمزگان، استان فارس، کوکیلو، بوی رحمت، ایلام، چهارمحال بختیاری، اصفهان تا کرمانشاهان تا لرستان تا همدان اینها و قزوین واقعا کشتن. خیلی ایرانی‌ها رو کشتن، قحطی تو ایران راه انداختن. روس‌ها از شمال به همین شکل، نه فقط در آذربایجان و کردستان و بخشی از گیلان، در مازندران، در شمال خراسان، در تهران، در زنجان عرض کنم و استان به اصطلاح مرکزی عراق و اون مناطق، روسان خیلی جنایت کردن تو ایران. بنابراین ما باید اینا رو بشناسیم، این سازمان‌های به اصطلاح مأمورین این سازمان‌های اطلاعاتی رو بشناسیم و تا اینها رو نشناسیم نمیتوانیم شوربختانه به نتیجه دلخواه برسیم، یعنی به اون
خواسته ها و با اون نتایجی که مورد نظرمون هست، یعنی یک ایران یک پارچه متحد و یک مملکت مدرنی، اون چیزی که مورد نظر خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ بود. بنابراین گفتم امشب من یه سری مطالبی در همین چارچوب، خدا رو شکر فعلا کمپوزیسیون یه ذره جفتک ننداخته که چیزی قابل عرضی نیست به شما بگیم، در این رابطه با شما عزیزان گفتگو کنم. اما قبل از اینکه این گفتگو رو با شما آغاز کنیم، خواستم از جناب مهندس خواهش کنم یک آقای یا جوانی، برای من نمیشناسم، نمیدونم، بچه‌ها اینو برای من فرستادن، چیز جالبیه، افشاگری کرد از یکی از مأمورین به اصطلاح معاون قالیباف همچین چیزی در کانادا. 3-4 دقیقه خورده بودم، من یه مقدارشو گفتم بچه‌ها این برنامه‌شو حذف کردم تا حدود 2 دقیقه است. این رو ببینید، من نمیدونم ایشون کیه، خودش آخونده، خودش با اینا بوده، نمیدونم. هدف من فقط اینه که یکی از مأمورینی که افشاگری شده این رو خدمت شما عزیزان عرض کنیم که اینا ثبت بشه، بمونه، اینا نتونن فرار کنن. اینا خواهم که مثلا فردا برن یه ریش بذارن یا ریششون رو بزنن، یا مثلا فرض کنید چه بدم برن دماغش رو عمل بکنه. نه، اینطوری نیست، اینجوری هم خرط و خر نیست. هر جا بری دوربینا روی شما هست و مردم شما رو دارن شناسایی میکنن. هیچ عفی هم در کار نیست، اینکه خیال نکنید عفی در کار هست. مثل این طویله جماران که یارو مرکز کیه گردنشو تبر نمیزنه، نوه اون بی‌ناموس خمینی، بچه احمد گریان، چی اسمش، حسنی، کیه، حسنی. این از حسنی از الله من بهت بگم، ما به هیچ کدوم از شماها در طویله جماران رحم نخواهیم کرد، به نتیجه‌تون هم رحم نمی‌کنیم. راحت بهتون بگم هر کس از 10 جد تو هم باشه، از جد خمینی باشه، مثلا یکی 100 سال دیگه یکی بیاد بگه من نوه اون بی‌ناموسم، میگیریمتون میاریمتون ایران. ریشه خمینی رو میسوزونیم ما. تا میتونید بچاپین و فعلا دور شماست، بخور، تا میتونی بخور حسن خمینی، تا میتونی بخور. خودت اون کثافتایی که تو اون طویله جمع شدید، زنت، آبجیت، نمیدونم یه همون اراذل و اوباشی که جمع شدین و روغن مفت و گوشت مفت و تریاک مفت آقا، گوشت مفت آقا، لبنیات که مفت آقا، بعد زاد و زاتولاتون هم پخش کردین تو آمریکا و کانادا و با پول ملت ایران دارید سورچرانی میکنین و میچرین و تحصیل میکنین، هر جوری هر کاری دوست دارید بکنید. ما به هیچ کدوم از شما جماران و طویله علی شیره‌ای و اون آسان قدس رضوی، اون یارو که اون آخونده علم الهدا، اونو با امامش با علم آویزونش میکن. ما به هیچ کدوم از شماها هیچ عفی نمیدیم، همتون محاکمه میشید، به اشد مجازات هم محکوم میشید. این راحت بهتون بگم. آقای مهندس لطفاً محبت بفرمایید شماره 1 و دست گلتون درد نکنه. بچه‌ها لطفاً بکنید زنگ بزنید دستتون درد نکنه، ممنونتون. و آقای سید مجید حسینی عزیز، سلام، چطوری؟ چه خبر؟ پارسال دوست داشت، امسال آشنا. قربان شما. چند ساله اومدی شما اینجا؟ دیگه ما 20 سالی هست اینجا، 12 سال اینجاییم. 20 ساله؟ بله اینجا هستیم آقای حسینی. خیلی خوشحال شدیم. شما کجا، اینجا کجا؟ از مشاور آقای قالیباف الان تشریف آوردید اینجا، ماشاءالله. تلفن چیکار می‌کنی؟ این دارم میگیره آقای حسینی. آقای حسینی هر حال خیلی خوشحال شدیم. شما از جمهوری اسلامی هم خوب دفاع میکنیم. با آقای قالیباف اوضاع چطوره؟ همه چی خوبه؟ کانادا خوش میگذره بهتون؟ من اونجا اومدم برای دیدن برادرم و خانواده‌ام. دیدن برادر و خانواده‌تون. اون وقت ما یه زمانی که اونجا بودیم ما رو آواره کردید و دیگه خودتون اونجا ماشاءالله روحانی بودی نه؟ بله. چی شد روحانیتت؟ چی شد؟ همون جوری شد که شما دیگه همه ماشاءالله پولمولا رو برداشتین و تشریف آوردین دیگه. و از آقای قالیباف چه خبر؟ از دزدیاشون چه خبر؟ والا من با ایشون نیست. شما که یه زمانی من پیش شما بودم مشاور آقای قالیباف بودید، میشه شما نباشید؟ تو کفها بودین، بیت رهبری تشریف می‌بردید میومدید. من سالها که جدا شدم و دیگه دانشگاه کار میکنم. نه دانشگاه کار نکنی آقای سید مجید عزیز، من که شما رو میشناسم، باهاتون کار کردم که آقای سید مجید حسینی عزیز.
حالا دولت کانادا از چه کاتگوری به شما این ویزا رو داده؟ ببینم شما آقای شرم بر شما، شرم بر دولت کانادا، شرم بر ترودا که به تو ویزا داد. خاک تو سر کانادا که به تو. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. جناب سیاوش فرمودن که چون این یارو همین در به داغون مزدوره داشت میگفت شما که خودتون روحانی بودین، من که مرکه داره به این چیز میزنه، به اصطلاح اتهام میزنه. جناب سیاوش فرمودن نه، این چدن خوش آخوند بوده و لباس آخوندی رو در آورده، حالا خودش داره فیلم برداری میکنه از اینا. باریکلا، آفرین، آخوندی که چیز شده، آدم شده، آفرین، باریکلا. اون لباس کثیف مسخره مسحک و دردتون در آخوند چه لباسی شما تنتون میکنه؟ عین خرمگس. اون اباهه چیه؟ مثل این پر مگس، این پر خرمگس. ببخشید به خرمگس توهین میکنم. خرمگس تو طبیعت درست از رو کثافت بلند میشه میشینه رو قبر امام، ولی خرمگس یه تولیدات طبیعی هم داره، یعنی به درد طبیعت میخوره. همه چی در طبیعت به درد میخوره، از مار، افی، عنکبوت دیگه، یابو، الاغ، اسب، مورچه، زنبور، مگس، پشه، هر چی که جنبنده است، خزنده است، درنده است دیگه، دوزیست، یزیست، بیزیست، بندپایان، سخت تنان، هر چی شما بگی تو این طبیعت داره می جنبه و نفس میکشه، به درد یه چیز این کره زمین میخوره، الا آخوند. این آخوند کثافت به درد هیچی نمیخوره جز دروغگویی و فساد اخلاقی و مالی و چرت و پرت گفتن و مزخرف گفتن و چون مزخرفه این کثافت آخوند. اما کارو آغاز کنیم. ببینید من یه بارم این موضوع رو خدمتتون عرض کردم، یکی دو بار. این دنیا تقسیم بندی شده، هر کسی هم زورش برسه به دیگری زور میگه. این که میشینن میگن حقوق بشر و حقوق حشر و حقوق، همش چرت و پرته. بشنو و باور نکن. من از گردن کلفت دنیا برای شما مثال میزنم. ایالات متحده امریکا، خوب قشنگ توجه بفرمایید. امریکا اون کسی که کلنگ این کشور رو زد، حاج آقا واشنگتن، 2 تا خط داد به بعدیا و خوشا به حال مملکتی که کلنگش درست زده میشه، مثل اسرائیل. بنگوریان کلنگو درست زد و فهموند که آقا جون ما یهودی‌ها آواریم تو دنیا، هر از چنگایی هم یه دفعه دولت روم شرق، یه دفعه یونانی ها، یه دفعه نمیدونم مصری ها، هر دفعه یکی میریزه سر ما رو قتل عام میکنه. آخرش هم این یارو مرگ روانی هیتلر. ما یه کشوری میخوایم، باید با چنگ و دندون این کشور نگه داریم. فوش خار مادر میخوریم، تهدید میشیم، بدی بیرا میشنویم، ترور میشیم. اگر میخوایم این جامعه یهودی رو که ما در اقلیتیم در دنیا بخوایم این جامعه یهودی نگه داریم، ما یه خونه میخوایم. نمیشه چند میلیون تو آمریکا باشه، چند میلیون تو کانادا باشه، چند میلیون تو اروپا باشه، چند میلیون تو آسیا باشه، نمیشه. یه جایی باید یهودی‌ها بدونن ما یه خونه‌ای داریم. حالا هی بیان بگن غصب کردیم، اشغال کردیم، آی صهیونیست، آی فلون شده، اینا چرت پرته. ما باید با چنگ و دندون یه خونه داشته باشیم. ما تنها مذهبی هستیم در دنیا که آواره ایم. راست هم میگن مسیحی‌ها خونه دارن، مسلمان‌ها خونه دارن، هندوها خونه دارن، کنفوسیوس‌ها خونه، بابا بت پرستا خونه دارن برای خودشون کشور. تو آفریقا ما خیلی از کشورها الان داریم تو آفریقا اینا بت پرستن، ولی برای خودشون که مثل موزامبیک، مثل چاد، مثل ماداگاسکار هستن، خیلی هستن توی آفریقا، بنین، مالی، نیجر، نیجریه، اتیوپی و سومالی، سودان، اون مرکزش هم هست، تو مرکزش هم هست زامبیا، رواندا هستن قبایلی که اینا چیز دارن، اینا بت پرستن. فقط ما یهودیاییم که بنابراین این کلنگ خوب زد و بالاخره اسرائیل و صحابه. درست این اسرائیل بدبخت از سال 40 و 1945 تا الان به اصطلاح
حدود 70 خورده سال چقدر کشته دادن و نگه داشتن کشور رو با هر بدبختی. الان هم این آخرش داریم میبینید دیگه، اراذل اوباش حمله کردن بهشون. امریکا هم اون حاج آقا جورج واشنگتن که آقا جون ما 2 اصل رو میذاریم اصل اساسی کشورمون، 1 حقوق بشر، 2 دموکراسی. بعد دستش هم گذاشت بغل دهنش به این وریا سناتورا گفت الکیه خالی بندیه. چرا؟ گفت ما باید یه کاری بکنیم که در داخل کشور بگن که دموکراسی. تو میخوای هر مذهبی داشته باش، هر رنگ پوستی داشته باش، هر نژادی داشته باش، تو پات خورد اینجا، مدرک امریکایی گرفتی، همچین نون و نمک ما امریکایی رو خوردی، شدی نمک پرورده، تو دیگه خودت خر ما میشی. خودت اینجا کار میکنی، خودت اینجا مالیات میدی، آدم زرنگی باشی، کارخونه میزنی، همه نوع امکاناتی هم بهت میدی. تو زرنگ باش بیا اینجا بشو راکفلر، تو زرنگ باش بیا بشو خانواده بوش، تو زرنگ باش بیا بشو خانواده مثلا اون یارو فلونی که هممون میدونیم. پخمن باشی اینجا هست، کار هست، اینجا سرزمین کاره. در آمریکا هیچ کس بیکار نیست، نمیذاریم بیکار باشی. انقدرم اینجا اتینابازی و چیز میریزیم زیر دست پات که بری کار کنی که به اون آرزوات سوار کدیلاک بشی، دستت به مری مانرو برسه، تو هالیوود بری بغل مایکل باسکوم بخونی، یه فلودی برای الویس بزنی، بسکتبالیست بشی، هر چی میخوای بشی راه رو واسط وا گذاشتیم. تو مایه رو بده و زرم نزنید. اگر میخوای با دماغ بیای بری تو CIA و بیای بری تو پنتاگون و بیای بری تو نمیدونم FBI، میخوای سر از کار اون بالا مالاها در بیاری، باید با ما کار کنی. با ما کار نکنی رحم بهت نمی کنی. اول با شایعه خرابت میکنیم، بعد از طبقه 500 میریم اصلا پرتت میکنیم پایین، میگیم که عرق خورده بود ورم قلبه گرفت و سشگیش رفت خورد پایین. ما همه امکاناتی بهت دادیم، فضولی تو کار اون طویله‌ای که بهش میگن کاغذ سفید، تو اون فضولی نکن. اگر میخوای بیای تو جمع بزرگان باید برای آمریکا خدمت کنی. وقتی میشی وزیر امور خارجه یعنی باید بری تو تمام دنیا، سر دنیا رو کلا بذاری، پولو جمع کنی ببرزی توی صندوق واشنگتن. میشی وزیر دفاع، میشی و هر چی اینجا شدی وزیر، نمیدونم تو شدی شهردار مثلا نیویورک شدی، تو باید کاری بکنی که نیویورک سالی 20 میلیون توش چیز بیاد، توریست بیاد، فقط بیان بگن که من پای مبارکم خورد توی فرودگاه شهید جان اف کندی، همون آقا جواد خودمون، و من دیدم نیویورکو، همین به خدای من به آرزوم رسیدم، این خاک مقدس رو زیارت کردم. تو باید به درد امریکا بخوری. پس این دموکراسی واسه داخله. هر کاری هم دلتون میخواد بکنی، زورت میرسه واسه خود مافیا درست کن، ارتش درست کن، یه مش چاقوکش لات این ورش نارنجک ببنده، اون ورش اسلحه ببنده، مسلسل بگیر دستش عینک بزن. دیدی از این قیافه هست میگیره یارو از تو ماشین میاد بیرون میگه مثلا این رئیس کارخونه مثلا نصف کوکاکولا مثلا مال اینه، بعد پشتش انگار مثلا رئیس جمهور داره از تو ماشین میاد بیرون. خب مونتا فضولی نکن. اینجا هم دموکراسی هست، هیچ کس ازت نمیپرسه زبان چیه، مذهب چیه، چیز چیه، هیچ کسی باید کاری نداره. تو هم با کار کسی کار نداشته باش. پا رو دم به کسی نذار، کسی هم پا رو دم بهت نمیذاره. دوم مسئله حقوق بشر. ما باید به جهانیان بفهمونیم که ما طرفدار ملت‌های مظلومیم. هر کسی داد بر علیه ستمکاران و ستمگران بلند کرد، ما پشتتیم. دروغ میگن مثل سگ. چرا؟ به دلیل اینکه اینم کردن یه پیرن عثمان که آقا هر کسی در دنیا از حکومت خودش ناراضی بود کافیه یه بچه سوتی بزنه به سمت واشنگتن که داداش این دیکتاتوری داره پدر ما رو در میاره. ما اول مامورین خودمون رو میفرستیم، بررسی میکنیم، ببینیم اونجا نفت داره، گاز داره، چوب داره، چغندر داره، چودن داره، کاهو یونجه داره، این چی داره، من باید تا چقدر برای این سرمایه خرج کنم، اصلا قابل تیغ دراش هست من برای سرمایه خرج کنم، میارزه 1000 تا 10,000 تا 20,000 تا سربازمون بفرستم اونجا کشته بشن، چند میلیارد پول خرج کنیم بالاش. اگرم نه از راه دور بهش میگیم که آفرین آفرین 1300 آفرین، درود بر آزادی. آقا در کشور برمه
حقوق بشر رعایت نمیشه، بدجوری رعایت نمیشه حقوق بشر. در کامبوج این یارو مردکه داره ملت رو جوجه کباب میکنه، در لاوس یارو بدجوری داره اینا رو لاس میزنه باشون بی خودکی، اما از راه دوره. چرا؟ چون شماها ردکار من به درد من نمیخوره. یه بارم خر شدم اومدم ویتنام، اونم به خاطر که نذارم کمونیسم اونجا نفوذ بکنه، چک و پکم هم یکی کردین، 150,000 تا جوونم دادم. نه که من دلم به حال جوونم بسوزه، ما اینجا ماشین جوجه کشی داریم، ولی به هر حال با شرمندگی آویزون شدیم، خودمون سربازمون به هلیکوپتر رو در رفتیم و گذاشتیم اومدیم. اونورام آفتابی مونه، چون به درد من نمیخوره اونجا به دردم فرانسه و انگلیس و من اینجا رو ما دادیم به اونور. معامله است. جنوب شرقی آسیا رو ما دادیم دست فرانسه و انگلیس و اونا برن اونجا از خودشون. من با این ور کار دارم، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم با این ور کار دارم. این امریکا. حالا بریم تو انگلیس. انگلستان کشور جدید و تأسیسی نیست مثل امریکا. انگلیس یک کشور استعمارگره. انگلیس در دنیا خودش میدونه که در جزیره هیچی نداره. اگر انگلیس ها دزدی نکنن، دزد دریایی هن، واقعا دزد دریایی هن. منتها الان دزدان دریایی هستن که دیگه از این چیزا بود میزدن به چششون، یه چشمی میشودن مثل موش دایان، بعد پرچمای رو هست مال چیز کله مرده از روش دوتا استخون رد میشه. الان اون دوتا استخون شده آبی و قرمز و فلان اینا، این ورم ورش رو زردر کشیدن که غروب نمیکنه هیچ وقت. آفتاب در بریتانیا هیچ وقت غروب نمیکنه. راست هم میگم، وقتی کانادا روزه استرالیا شبه، بی پدر و مادر. راست هم میگن، قسمشون راسته. و اینکه اینا یه کشوری هستن دزد دریایی هن و خودشون هم میدونن اگر یه چیزی حدود 5-6 ماه دل دزدی نکنن در دنیا، خب مردمش از کجا بیارن؟ میخواد تو جزیره چیزی پیدا نمیشه. چقدر برن قلاب بندازن ماهی بگین از تو اقیانوس شمال، ماهیای بیمزه. خب ما اینجا میخوایم زندگی کنیم، ما هم اتوبان میخوایم، هواپیما میخوایم، کشتی میخوایم، کارخونه میخوایم. بالاخره یه سری آدما اینجا باید زندگی کنن. ما که نمیتونیم اینجا مثلا در حد ترکیه باشیم، بعد بغل دستمون نگاه کنیم آلمان چه خبره، فرانسه چه خبره، اسپانیا وضعش چیه، سوئد وضعش چیه. نه، ما میخوایم بشیم چشم و چراغ اروپا و بعد بشیم چشم و چراغ جهان. ما حرف داریم برای گفتن. چرا؟ به خاطر اینکه ما به گفته خودشون ما تمدن رو به بشریت دادیم. ما این که در زبان انگلیسی رو به دنیا صادر کردیم، ما این که تمدن بردیم در آفریقا، ما این که تمدن بردیم در بخش وسیع از آسیا. این ما بودیم که برای اولین بار پامون واز شد توی بارگه چین و خار مادر امپراتورشون رو با آتش کشیدیم. این ما بودیم که برای نخستین بار از ژاپنیا به عنوان یک ملت باهوش نام بردیم و اصلا این ما بودیم که جریان اونور باغ رو درست کردیم و امریکایی ازش به وجود اومد. ما بودیم که اسپانیایی رو پس زدیم اینور، فرانسوی رو پس زدیم اونور. میدونستیم که خوشگوشت قاره آفریقا کجاست. ما محاسبه کرده بودیم، میدونستیم که نسبت به کانادا که شمالی ترین این منطقه اون قاره اونور اقیانوس با جنوبی ترینش که مثلا آرژانتینه، ما اومدیم دیدیم، محاسبه کردیم دیدیم بهترین جای خوشگوشت همچین زبون و مغزش چیزه ایالات متحده است. بعد اون تو کلی ما کشته دادیم، بزن کردیم. به هر حال راحتتون کنم باجو برسونیم به لندن. یکی از جاهایی که هدفشون بود خاورمیانه و به ویژه ایران. حالا چرا به ویژه ایران؟ اون طرف که همش صحرا بود، صحرای عربستان کلا، اصلا به اون منطقه میگن عربین. عراق و کویت و اردن و یمن و عربستان و سوریه در کار نبوده، اقدسی در کار نبوده، مرزی در کار نبوده. بر اساس عثمان ها اومدن، بعد این خاندان آل سعود اومد، بعد هاشمی ها اومدن، بعد لبنانی ها اومدن، بعد پای فرانسوی ها باز شد، بعد چه شد، بعد اینا خودشون برشن خط کشی کردن. ولی این ایرانه بوده، این تمدن این پارسیان بوده. اینا وحشتناکن، اینا خطرناکن. اینا همونی هن که بعدها پرزیدنت آیزنهاور میگه مواظب اینا باشه، اینا بعد مارمولک ها، یعنی این ایرانی ها. اینا پس ذهنشون، این ایرانی ها پس ذهنشون دنبال امپراتوری هن، دنبال بزرگ شدن هن. شما نگاه نکن چوپان ایرانی مثلا توی دشت
اونور خرم‌آباد، توی لرستان، تو چه بدونم اصفهان، تو یزد، تو کرمان، تو هر جا، تو سیستان و بلوچستان داره نی میزنه، گوسفنداشو بزاش دارن اونجا میچرن، دارن حال میکنن. همون چوپانی که بری باهاش صحبت بکنی که از نظر من و شما میگم چوپان دیگه بی سواد دیگه، مثلا همش با بزرگ، نه، اون اشعار فردوسی رو حفظه. اونجا که نشسته چای رو گذاشته تو اون کتری سیاهه داره نی میزنه، اون میدونه این دشت چه تاریخی داره. اتفاقا اون بهتر از استاد دانشگاه میدونه. استاد دانشگاه رفته چه تو کلاس یه کتابا گذاشته جلوش، در حد اون کتابه و اون کلاسه داره حرف میزنه، این دشت رو داره میبینه. خیلی داستانه این. اون مرد روستایی که در کردستانه، اون مرد روستایی که در آذربایجانه، اون زن روستایی که در گیلان و مازندرانه، تاریخ ایران میخواین بدونید برید از اونا بشنوید، چون همونا بودن که پدران و مادرانشون نقل کردن برای ما. همون کرسیه رو گذاشتن و شب چله رو درست کردن و این داستان ها رو گفتن. همونا برای ما لیلی مجنون رو به جا گذاشتن، همونا برای ما شیرین و فرهاد و خسرو رو به جا گذاشتن، همونا برای ما اومدن از ناصر خسرو گفتن، همونا بودن که حافظ و سعدی رو برای ما نگاشتن. و انقدر به ما حمله شد از حافظ دیگه چیزی باقی نموند، از سعدی چیزی باقی نموند. همونا بودن که از ابن سینا گفتن و اساسا نقش کتاب قانون و شفای ابن سینا رو همین ایرانی‌ها بازی کردن. همینا بودن که اشعار شعرای ایرانی رو نقل کردن، همینا بودن که شبانه نشستن شاهنامه خوندن. اینا خطرن، از این ایرانی‌ها بترسید. مومنت جناب مهندس بریم تو شماره 2. دست گلت درد نکنه. آقای من خواهش کنم تشریف بیارم اینجا راجع به فرمان همایونی که در تاریخ اول اسفند صادر شد به اطلاع آقایون برسن. فرمان شما قرائت کنید. جناب مقدس ویدان خسروی در علاقه که نسبت به تامین وسایل رفاه و پیشرفت و سعادت فرزندان این کشور داریم، به معتقدیم که مجاهدان و نوجوانان امروز در دوران تمدن بزرگ وظیفه خطیری برای سازندگی این سرزمین رو خواهند گرفت. اکنون که امکانات از هر جهت فراهم است، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم که دولت مطالعات و پیش‌بینی‌های لازم را برای تحقق یافتن موضوع به عمل آورد، به طوری که از آغاز سال تحصیلی آینده به مرحله اجرا درآید. 1. دولت وسایل تحصیل رایگان کلیه کودکان و دانش آموزان مملکت را از کودکستان تا آخر دوره راهنمایی تحصیلی فراهم سازد و ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم را تهیه کند و به تصویب برساند و 200 به موجب این ضوابط دانش آموزی که به طور مکرر مردود شود یا استعدادی برای تحصیل نداشته باشد نخواهد توانست از اینترنت استفاده کند. برای این امر دولت می‌تواند از طریق خرید مدارس ابتدایی و راهنمایی غیر دولتی و یا با پرداخت حق تحصیل دانش آموزان طبق برنامه مصوب وزارت مدارس به مدارس غیر دولتی برابر مقررات خاص اقدام نماید. وزارت آموزش و پرورش می‌گوید باید اقدامات قاطعی برای بالا بردن سطح علمی و تحصیلی کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی به عمل آورد. دولت و وزارت آموزش و پرورش با همکاری ناسازگیرا ترتیب دهند که از اول سال تحصیلی آینده به هر یک از کودکان و دانش آموزان مدارس سراسر کشور چه دولتی و چه غیر دولتی از کودکستان تا آخر دوره راهنمایی تحصیلی هر روز صبح 2 لیتر شیر و یا ماده غذایی مشابهی که از نظر تامین پروتئین جانشین آن باشد و یک قطعه‌نان شیرینی به طور رایگان داده شود. برای اینکه از معلومات و اطلاعات بهترین معلمان در تمام مدارس کشور تدریس استفاده شود، وزارت آموزش و پرورش مأموریت دارد که در اساغا طرح تدریس از طریق تلویزیون و ماهواره و همچنین نصب تلویزیون کثیف در کلیه مدارس کشور را پیاده کند. شما در اجرای این فرمان دولت مکلف است تا نیروی به مثال نتیجه اقدامات خود را به ما گزارش دهد. داخل نمران به تاریخ اول اسفند. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. زنده یاد فرخرو پارسا که به جرم شرافت، به جرم خدمت به مملکت، به جرم خدمت به نوجوانان، جوانان، به جرم خدمت به آینده سازان ایران اسلام چیزشو داد،
ازش تشکر کرد و بهش جایزه داد، اعدامش کردن به همین سادگی. و ایشون وزیر، اون نخست وزیر بود، زنده یاد امیرعباس هویدا، که به جرم پاکدامنی، به جرم اینکه دزد نبود، به جرم اینکه ویلا نداشت، خونه نداشت، یه آپارتمان معمولی داشت، خودش هم سوار یه پیکان دنده اتومات میشد، تو حساب بانکیش 4000 تومان، به گفته 4000 تومان تو حساب بانکیش پول بوده. تو خونش هم هیچی پیدا نکردن، نه ساعت طلا، نه فرش ابریشم، نه سراستین طلا، نه نمیدونم کراوات اونجوری، نه کتشوار، نه. خونه ایشون، کمد ایشون مثل کمد لباس پدر من بوده. جفتشون رو اعدام کردن. بعد چرا؟ چون انگلیس ها میگویند برای حکومت کردن بر جهان ما باید هرچه احمق و مزدور و نوکر و دزد و بی‌ناموس و بی پدر و مادره بر کشورهای جهان حاکم کنیم. زمانی که ماو داشت سر میبرید تو چین، انگلیس ها تو لندن به سلامتی ماو مینوشیدن، اصلا تو دانشگاهشون بودن تدریس کنید، کتاب ماو رو بذارین تدریس کنید. اولین کشور کاپیتالیست به قول خودمون، یعنی به عبارت امپریالیست در جهان، که رسما نه تنها میگفت کتاب مارکس و انگلس رو آزاد کنید، بلکه تشویق هم میکرد بخونن، بذار همه بخونید. و خیلی هم خوشحال بود از اینکه داره یه عده از جوان‌ها چپول میشن تو انگلیس. چرا؟ چون طرز کنترل کردن رو بلد بود. چرا طرز کنترل کردن رو بلد بود؟ چون کلنگو درست زده بودن از روز اول، مثل اسرائیل، مثل جورج حاج آقای واشنگتن در اونجا در امریکا. در کشور ما کلنگو درست زد کوروش بزرگ. بعد از اونم هر کس اومد، هر پادشاهی دیگه اومد، همون راه رو رفتن، حالا با 2000 کم و زیاد. این رو امپراتور اون موقع به اصطلاحی که از قدرت‌های جهان، ایتالیا یا رومیا میدونستن. واسه خاطر همین بود که خوشحال بودن از حمله تازیان به ایران، چون میدونستن اگر موفق بشن. چرا پس اسکندر رو فرستادن به ایران؟ که امپراتوری ایرانی‌ها رو از بین ببرن، که ما رو از ریشه بزنن. و این اسکندر میاد سر مرز و یه عده میکشت و ما میکشت، اونا میکشتن، یه 4 تا شهر مرزی هم میگرفت، دوباره ما ازشون میدادن دومشون کولشو میرفت. ولی اومد که بزنه، درب و داغون کنه، از پارس بگذره بره به سمت چین که وسط راه تگری زد یارو. اعراب بادیه نشین، بیابانگردان، این تازیان وقتی به ما حمله کردن، به این دلیل حمله کردن که ریشه ما رو بزنن. ریشه رو وقتی بزنی 2 مرتبه تمام اون گذشته از بین میره. بعد کسی که میاد یک جریان جدید و یه تفکر جدید و یه ایدئولوژی جدید و یه هر چی که تو اسمش رو بذاری، پایه‌های یک چیز جدید رو میخواد بذاره، اون طوری این پایه‌ها رو میذاره که تو اون گذشته رو فراموش میکنه، این پایه رو کج بذاره. کی پایه رو میذاره؟ عمر. کی پایه رو میذاره؟ عثمان. داستان چی میشه؟ شیعه و سنی. من تا یه چیزی یادم نرفته اینو بهتون بگم بچه‌ها، از این صحبتمون خارجه. بهتون پیشنهاد میکنم فردا شنبه و یک شنبه، به خصوص بچه‌های در داخل کشور ایران، برنامه بازپخش این 2 برنامه آخر آقای وطنخواه رو یادتون نره چی بهتون گفتم. حتما از ایشون حتی خواهش کردم برنامه منو فردا بازپخش نذارن. برنامه بازپخش آقای وطنخواه رو بشینید با جان و دل گوش کنید، میتونید ضبط کنید. 2 برنامه بسیار کوبنده، مفید، همچین مقوی و دستشون هم درد نکنه. خیلی عالی. این یادتون نره بهتون گفتم. حالا بازپخش برنامه فردا ساعتشو من نمیدونم، خدا کنه حالا اعلام بشه تو برنامه ها، که حتما بهتون پیشنهاد میکنم. از نون شب واجبتره. نرین تو این دنیاهای مجازی، هیچ خبری نیست. بشین یه 4 تا حرف درستابی گوش کنید، به دردتون میخوره. حرفای بسیار مهمی است. تکلیف تلویزیون خودمونو یه چیزایی هست ما نباید بگیم، ما نباید دخالت کنیم. به مدیریت تلویزیون ربط داره که از حقانیت این تلویزیون باید دفاع بشه. اگه من بخوام بگم میشه یکسونگری، ولی ایشون یکسونگر نیست. ایشون اومده داره حقایقو میگه. آقا این تظاهراتی که تو ایران شد، این اتفاقاتی که تو ایران اومد، ما نمیخوایم کردیتشو بذاریم به حساب خودمون، اما
ما تنها رسانه‌ای بودیم و هستیم که از پهلوی داریم حمایت میکنیم. اگر دیگران یه چیزایی گفتن و مستندی درست کردن دستشون هم درد نکنه، عالی بود، اما 4 تا سایت نباید بیان به اونا بگن که اگه اینا نبودن انقلاب نمیشد. از این شیطنت‌ها و از این مارمولک بازی‌ها در نیارید. گوش شنوا هست، اگه تو ذوقتون نمیزنیم دیگه والا دیگه خسته شدیم. من خودم دیگه خجالت میکشم اینقدر بیام بگم این خائنه، این فلانه، این فلانه. فقط مونده من خودم رو افشا کنم. والا خجالت میکشم. نقطه سر خط. اینقدر ما رو گاگول حساب نکنید بابا جان. یا دیگه بعضی موقع از یه چیزایی تعریف میکنیم یا خیال نکنید اینقدر ما عبداللهیم. ما هر کدوم سنی ازمون رفته. شما هنوز جوونید، ناپخته یه کارایی نکن، یه حرفایی ناپخته نزن، اینو تو تاریخ میمونه. درست نیست. همیشه آدم باید جانب حقو بگیره. حرف حق بزنید، بدو بگید بد، خوبو بگید خوب. بنابراین انگلیسا میدونستن که این ایران که ضربه بسیار سنگینی، اصلا نمیشه چه لغتی گفت، ضربه‌ای که این ایران خورده این کمر راست بکن نیست. اما چون این مملکت، این کشور ایران اون پس زمینه و اون پسوند پیشوند و اون تاریخه و پرزیان و پارسیان و آریا و مادها و کوروش و خشایارشا و اردشیر درازدست و نمیدونم داریوش بزرگ و فلان و بعد این حرفایی که هر کدوم از اینا خودشون به جا گذاشتن. مثلا داریوش بزرگ میاد میگه خدایا این مملکت از 3 چیز، از 3 بلا نگه دار: از دروغ، خوشسالی و چی بود، بیماری، هم چیزی، فقری، هم چیزی، که اصل قضیهش همون چیز دروغه، که این مملکت و این ملت رو از دروغ، خدایا این مردم رو از دروغ محافظت بکن، این مردم دروغگو نشن، این مملکت به خوشسالی نرسه. و این خیلی مهمه. یک کشوری که عادت به دروغگویی بکنه آخر عاقبتش میشه اینی که شما تو جمهوری اسلامی میبینی. الان از بچه، متاسفم اینو میگم، از بچه‌ای که یواش خودشو میشناسه و مدرسه میره دروغ میگه. مشق تو چرا ننوشتی؟ من مریض بودم دیشب. عادت میشه. یارو زنگ میزنه، عمو اومده زنگ میزنه، بابا زیر پنکه و کولر خوابه، بگو بابا نیست. بابا پس تو دست گلنگ اینجا دراز کشی، خود پدر من روانشاد. میگو بابا جان این مثلا حسن آقاست یا نمیدونم فلان علت، بگو بابا نیست. خب بگو بابا خوابه. خب منم چی میدونم؟ من نمی‌ذارم برام بگم که بابا هست ولی بیش خودکی من میگه بگو بابا نیست. خب این مملکت نابود میشه. میرفتیم مدرسه، شب میشستیم چیز سریال سرکار و سوار نگاه میکردیم، همونطور که دراز کشیدیم خودکار مداد قرمز و مشکی دستون بود، مثلا مشق هم داشتیم مینوشتیم، خط و خط میشد، مثلا حیاتو با ت 2 نقطه مینوشتیم، نمیدونم اون چیزی که باید با ب بنویسیم مثلا 2 تا نقطه حساب میذاشتیم میشد پ. میرفتیم معلم میگه این چیه، این چرا مثلا به ببر مثلا گفتی پر، به مثلا حیات اینجوری نوشتی، اینا چیه؟ مریض بودم، گلو درد داشتم، برم قلبه داشتم. میگفت نه خب اون خود معلم بچه داشت خودش دیگه. خب میدونسته دیشب تو خونه چه خبره، چه سریالش برگون شد. گفت چرا دروغ میگی؟ بگو سریال میدم. گفتم نه به جان شما، خانم معلمو کفن کردم گذاشتم رو آقای مدیر دروغ بگم. بعد برمیگشتم به رفیقم گفتم مثلا حسن من دروغ میگم. گفت نه اتفاقا دیشب با هم داشتیم مشق می‌نوشتیم، گلوش درد می‌کرد بیچاره بنده خدا. شاهد به روبا گفت شاهدیه، گفت دنبه. خب یک کشور رو میخوای درب و داغونش بکنی، اعراب اومدن و اینطوری ما رو درب و داغون کردن. این تازیان بادیه نشین، بیابانگرد، صحرا نشین، کثافت، لجن، بی تربیت، بی ادب، که حالا تازه بعد از 1400 سال تخم و ترکش اینایی که داری میبینی. 1400 سال گذشته تازه اینا به اینجا رسیدن، تازه اومدن رفتن طرحهای شاهنشاه آریامل کشیدن بیرون. مثلا امارات فلانی میگه که میخوایم یه دونه تونل بزنیم که از توش مثلا ماهی بیاد بیرون. اون میگه میخوایم یه چیزی درست بکنیم که از توش مثلا دوغ آبله بیاد بیرون. طرحهای زمانشاه داره. حالا بنابراین ایرانی که اینجوری له و لورده شده، ولی پس سر این ملت همون جریان هخامنشیانه، همون جریان ساسانیانه، همون جریان اشکانیانه. این ملت عقبه خودشو فراموش نکرده. چرا؟ چون این ملت عقبه داره، تاریخ داره. عراقی عقبه ای نداره.
این صدام که اومد میگه بابل اون خودش هم میدونه داره چرت پرت میگه، نه اینکه چرت پرت، بابلی بوده ولی چیزی دیگه باقی نمونده بود، یه بابل بود و تموم شد دیگه، پشتبندی نداشت. ما 1400-500 سال فقط سلسله پادشاهی داشتیم، نه فقط بگیم که یه کوروشی اومد و یه 15 سال 20 سال بود و بعد رفت و بعد تموم شد دیگه. ولی چه مردی بود، چه بابلی بود، چه کوروشی بود. نه، ما سلسله هخامنشیان مثلا 400 سال بوده، اون یکی میاد 300 سال 400 سال اون میمونه، بعد جنگ میکنیم با یونان، سرمون میره تو مصر، تعمون میره تو هند، اونورمون میره تا تو قزاقستان، اینورمون میره تا بلغارستان. هنوز اشعار ایرانیان در رومانی، در بلغارستان، در یوگسلاوی سابق اشعار ایرانی هنوز اونجا مصرف داره. یعنی داره دهن به دهن میچرخه به زبون خودشون. تمثیلای ایرانی، مثالهای ایرانی، مثلا ما میگیم که مثلا مثال ژاپنی هست اینطوری، همش میرن از این اونور قرض میگیری. همین اروپایی‌ها میگن به گفته ایرانیان گر خواهی نشوی رسوا، مثلا بپر سواره بسوا، مثلا پایان شب سیاه سپیدت. من چقدر از این مثالهای آلمانی به شما بگم همون ایرانیه. برو کار میکن مگو چیز کار که سرمایه جاودانیست کار، اینا به یه شکل دیگهش میگن ولی همونه، معنا همونه. خب این از مشرق زمین گرفته شده. بعد ما میگیم مشرق زمین، راجع به کی داریم صحبت می‌کنیم؟ راجع به کویت که حرف نمیزنیم، راجع به اردن بیابانگرد بادیقشین شاش شترخور که حرف نمیزنیم. ما راجع به مشرق داریم، راجع به ایران میگیم. مثلا در کدام یک از این مشرق زمین من میخوام بدونم یه ابن سینا بوده؟ در کجای این مشرق زمین مثلا ما یه فردوسی داشتیم؟ در کجای این مشرق زمین ما یه ابوریحان بیرونی داشتیم؟ یه ابوریحان درونی هم نداشتن اینا. در کجای این مشرق زمین ما یه رودکی داشتیم، یه فارابی داشتیم؟ در کجای این مشرق زمین این همه داستان‌ها و کجا ما یه بهلول داشتیم؟ کجا ما یه عبید زاکانی داشتیم؟ کجا ما یه مولا نصرالدین داشتیم؟ هست دیگه اینا. در کجای مشرق زمین اشعار سعدی و حافظ سر از معروفترین دانشگاه جهان در میاره؟ در کجای این مشرق زمینی که اینا هم میگن تمدن شرق، تمدن شرق؟ خب بی پدر و مادر چه زورت میاد بگه تمدن ایرانی‌ها؟ چرا؟ چون انگلیس ها وقتی وارد ایران میشن 400 سال پیش به این نتیجه میرسن، یعنی اساسا وارد خاورمیانه میشن، از بغداد از عراق وارد ایران میشن، به این نتیجه میرسن اونوری که آب بردتشون، صحرا و شتر و اینا هنوز دارن زمینو چال میکنن از یه جا، چون همش مشکل آب بوده دیگه، همش صحرای دیگه، تو اینو سیم جلم یه آب چاه چیز پر از گل و اینا رو بکشی بیرون، حالا نه که اونا گناهی داشته باشن، خود سرزمینشون دیگه. بعد میان میبینن ایران باغات، مثلا همین تهرانی که امروز اینجوری زدن در و داغونش کردن که وسط اواخر پاییز مردم با آسون کوتاه میان تو خیابون که اون بلار سر هوا آوردن. خب همین تهران باغاتی که تو این تهران بوده، بعد منطقه بوده، همین که میگن قلهک، میگن نمیدونم زعفرانیه، خب اینا همش باغ بوده دیگه. صدای بلبل و مرغ عشق‌ها و گنجشک‌ها و بلبل‌های تهران معروف بوده، یا همون شهر ری. این کاشانی که شما میبینید کنار کویر خوابیده، این بغل مملکت ما شده یزد و این حاشیه کویر سمنان، بابا اینطوری نبوده، این کویرش کردن. همین کاری که الان دارن با تهران میکنن که آب و هوای تهران امروز آب و هوای کویری شده، روزهای گرم، شبهای خنک. این یعنی چی؟ یعنی آغاز کویری شدن یه شهر. حواستون هست به من یا رفتین تو کویر؟ خب اینطوری نبوده. اگر چیز شما برید به تاریخ کاشان نگاه کنید، کاشان میدونید چه باغاتی داشته، پس این گلاب چجوری به وجود اومده اونجا؟ پس شما میرید به سمت خوزستان، خراسان، میرید به سمت بیرجن، پس زعفران چجوری اونجا به وجود اومده؟ که بعد حالا میشه تربت جام، تربت حیدریه، طبس، کاشمر که اینجوری زدن در و داغونش کردن همه کنار حاشیه کویره. چقدر از شهرهای ما اصلا نابود شد. چرا؟ خب دیگه وقتی توش آب نباشه، خب این کسایی که تو اون شهرها زندگی میکردن هی کوچ میکنن میان به شهر بعدی. مثلا به طور مثال میگم تبسیه کوچ میکنه میره گناباد، بعد اونجا داغون میشه کویری، گناباد کوچ میکنه میره مثلا سبزوار، و همینطوری شهرهای ما نابود شدن. مثل همون بلایی که بر سر حکمتانه آوردن. بابا حکمتانه اینطوری نیستش که میبینید، این قدیمی ترین پیشرفته ترین پایتخت جهان بوده. کرمانشاهان اینی نیستش که الان شما میبینید. این کرمانشاهان تاریخ عظیمی داره. قزوین تاریخی برای خودش داره. اون علموت دست کلان که نیست اونجا و بقیه داستان. یا مثلا تو شمال ایران که میرید، هر کدوم از اون شهرهای شمال، ساریشو بگیر، گرگانو بگیر،
آمل و بابل رو بگیر، بیا به این سمت رشت، فومن. رشت برای خودش یه کلی تاریخه، گیلان برای خودش خیلی، که از توش مثلا میخوام میرزا کوچکان انگلی رو بچپونم به مردم متشخص بسیار فهیم گیلان که بگن آقا نگاه کن شما یه قهرمان داری. کدوم قهرمان؟ من که آدمکش بچه باز بوده، این مثل بچه باز خراسان. دروغ نمیگم بهتون، اینا اسنادش از الکی بهتون نمیگم. به هر حال بنابراین وقتی که انگلیس‌ها وارد ایران میشن، از دوران اون صفویه، از اوایل همون جریان شاه اسماعیل وارد ایران میشن، اونجاست که تیر خلاص رو میزنن. یعنی میگن اگر این مردم، چون تاریخو میخونن دیگه، همونطور یارو سرش رو گاو ننداخته با اینکه بیاد تو ایران به اسم تاجر، اینا همشون چیز بودن، همشون جاسوس بودن. وقتی وارد ایران میشن میدونن کجا اومدن، کجا رو باید بزنن، چه چیزی رو باید هدف بگیرن، چه بلایی باید بر سر این سرزمین بیارن. چون اگر بلا به سر این سرزمین نیارین، این مردم دوباره رو پاشون بلند شن، بعد بیان اعاده حیثیت ملی بکنن و بعد بخوان به اون چیزی که از دست دادن بهش برگردن. خب من انگلیس چه خاکی به سرم بریزم اگر این ایران بشه آقا توی منطقه؟ خب عراق، اردن، سوریه، عربستان، کویت، شیوخ منطقه، تا لبنان، تا یمن، تا مصر، تا اونور برو تا الجزایر، لیبی. خب بعد اینا با هم ریشه تاریخی دارن دیگه. خب همین میشه نوکر این. بعد اینجا برای خودش بازار مشترک به وجود میاره. وقتی بازار مشترک به وجود بیاره با این منابع نفتی که در حالا اون موقع درست اینا نفتو نمیدونستن، ولی بازار پرمایه داشته دیگه، بازار ماهی، بازار خرما، بازار خشکبار، بازار گندم، بازار جو، بازار ذرت، همش تو این منطقه بوده دیگه. اونجا هم که آفتاب و زمین کشاورزی داشتیم، کویر داشتیم، رودخونه داشتیم، آب شور داشتیم، آب شیرین داشتیم، دریا داشتیم، دریاچه داشتیم. یعنی یه جایی هستش که تو خیلی از اینجا میتونی استفاده بکنی. بعد یواش یواش ایرانی‌ها روشون رو برمیگردن، میرن به سمت شرق، میرن به سمت هندوستان، میرن به سمت جنوب شرقی، بعد سرشون میره تو چین. اونجا چه خاکی من به سرم بریزم؟ من میخوام تو دنیا آقایی بکنم. بعد که 2 مرتبه امپراتوری ایرانیان زنده بشه، چه خاکی به سرم بریزم؟ توجه کردین؟ حواستون هست به من؟ فرمودن بله. بریم بعدی رو نگاه کنیم. آقای مهندس بریم تو شماره 3، دستتون درد نکنه. دلیل اعدام زنده یاد امیرعباس و هویدا میدونی چی بوده؟ طرح کارت ملی، چیزی که امروز جمهوری اشغالگر اسلامی برای شناسایی شما به وجود آورده. 50 سال پیش قرار بوده تو ایران به ما به جای اون شناسنامه کارت ملی بدن. ببین شاه کجا رو داشت نگاه میکرد، طوری که ما ایرانیان اولین کشوری در دنیا بودیم یا جزو اولین کشورهایی در دنیا بودیم. در دنیا دارن راجع به آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان میگم که ما از این یارو اتومات هست میریم پول میگیم. چی به شما میگین؟ در پول این یارو کارت رو میزنید توی دستگاه آبر پول، آبر چی ما اینجا میگیم اتومات انگل. خب ما کشوری بودیم که بانک ما کارتت میزدی تو چی، تو این دستگاه تو خیابون پول ازش میگرفتی. تراول چک داشتیم. خاک بر سر ما. خواهش میکنم جناب مهندس، خیلی بدبختیم. یعنی از بخش 12 گزارش در باره لابراتوار کارت شناسایی. محترماً وزیر لابراتوار کارت شناسایی رو که از شرکت سکوریتاس به مدیریت سون فیلیپ فلان سورانسون خریداری شده است چیزی به عرض می‌رساند. در سال 54 آقایان فیلیپ فلان که شایع است با خانواده سلطنتی سوئد بستگی دارد و توسط تیمسار ارتشبد نصیری حمایت می‌شده، پیشنهادی در مورد فروش لابراتوار کارت شناسایی مستقیما وجود تیمسار ریاست وقت سواد تصمیم داشته است. در پیشنهاد مذکور قدرت تولید لابراتوار 100 عدد کارت در ساعت، کدام که اینا مسائل فنی پیشنهاد است. بعد میرسه به گشایش اعتبارش، میگه که نسبت به گشایش اعتبار اسنادی برای اجرای این پروژه به مبلغ $2,565,000 اقدام شد. $2,565,000. هر دلار 7 تومن. سوال ملت ایران از ایشون این هست که شما به عنوان نخست وزیری که خودتون قانونی میدونستید، مطابق اصول قانون اساسی که سوگند به رعایت اون خورده بودید، تنها کسی هستید که مسئول در برابر مجلسه و در برابر دولت ملت هستید. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. 2 نکته رو من اینجا اشاره کنم. البته اجازه بفرمایید جناب مهندس فرمودن برنامه آقای جناب وطنخواه، برنامه 3 شنبه شون رو دارم عرض میکنم، میشه 5 بعد از ظهر لس آنجلس، که میشه این 5 بعد از ظهر لس آنجلس رو 9 ساعت بیارین جلو،
ببینید حالا چند اروپا میشه 2 ساعت و نیم دیگه هم بذاریم روش، فکر کنم دماهای صبح ایران میشه. حالا امیدواریم یه ساعت دیگه هم باشه که بشه در ایران هم دید. به هر حال این 5 بعد از ظهر لس آنجلس، حداقل بچه‌ای که تو لس آنجلسید نگاه کنید برنامه بازپخش روز سه‌شنبه. 2 نکته رو من راجع به این موضوع امیرعباس عبیدا زنده یاد اشاره بکنم. یکی که دیدید از جریان کارت ملی، شما چهره ها رو دیدید اونجا نشسته بودن. خدا میدونه من قصد تمسخر انسان دارم. همه انسان ها در دنیا شخصیت دارن، هر انسانی برای خودش شخصیت داره، مگر ذاتا مثل لگن فروش دوز بی شخصیت باشه، مثل قمپوزیسیونی که اسم خودشو میذاره اپوزیسیون ایرانی، اینا بی شخصیتن. مثلا یارو پسر هستن، یارو بچه طلبه است. این 2 تا لغات فارسی انگلیسی فرانسوی یاد گرفته. مشروطیت یعنی کجای آقای نکن بچه جان، نکن، واسه حرف در میارن ها. این ایرانی‌ها دست به حرف در آوردنشون گود نکن. چرا این برای سر خود در میاری؟ ایران نوین تفلک نکن بابا جون، نکن. بشین سر جات، صبر کن ببین کجا اومدی. مثل علی کریمی دیدن ساکت شده، تفلک اومده بود، هول برش داشته بود، خیام که اینجا استودیو آریامهره، یهو ناگهان از خواب پریده بود. بعد یه دفعه میگه درود به معصوم قمی، یه دفعه میگه جاوید شاه، یه دفعه میگه رضا شاه روحت شاد، یه دفعه میگه مثلا توماج کجایی، به داد مثلا کماج بیای. قاطی کرده بود، آب روغن قاطی کرده بود. تو هم آب روغن قاطی کرد. آروم باش بابا جون، آروم. بعد ببین بعد قیافت میشه مثل این یارو بشیر بشکه، نگاه کن، خطرناک میشی وقت ناجور میشی. نکن بابا، آروم. قیافه میشه مثل زالو. نکن بابا جون، آروم باش عزیزم. من با شما دعوا ندارم، من دارم تربیتتون میکنم. من به خدا کلاس تربیتی براتون گذاشتم. خیلی خوشحال باشین از اینکه من دارم به فکر شما هستم. اگه من به فکر شما نباشم خب بعد وقتا کی به فکرتون باشه؟ نکن این قیافه علی گلابی به خودتون نگه آقا من کارشناسم، من نمیدونم محققم. کدوم محقق بابا جون؟ تو اصلا معلومی از تو اصلا موقع شناسایی ندازه مشخص نیست از کجای کردستان اومدی. نکن بابا جون، نکن، واسه حرف در میاره. بنابراین این 2 نکته رو من اشاره کنم. چهره ها رو دیدید اینجا توی دادگاه امیرعباس عبیدا. یه آدمی رو دیدید یه چهره معمولی داشته باشه؟ معلوم نیست اینا رو از کجا پیدا کرده بودن، از دلدهات افغانستان بودن، معلوم نیست اینا کی بودن، فلسطینی بود. والا خدا وکیلی این قیافه به ایرانی نمیخورد. بعد آوردن اونجا نشوندن اصلا یارو یقش اینجوری بود. بعد دارن با اینا رو آوردن هویدا رو محاکمه کنن. یکی از بزرگان جهان بود امیرعباس عبیدا. ملت اینو بذارید من بهتون بگم، زنده یاد امیرعباس عبیدا نخست وزیر، روان شاد. من کاری ندارم هر آدمی یه چیزای بدی داره، خوبی داره، کابینش اینجوری من با اونش کامدم شخصیت این انسانو میگم. یکی از روشنفکران با سواد، با شعور، با کلاس، با ادب، یک استثناء در تاریخ جهان بود هویدا. هویدا هیچی کمتر از چرچیل نداشت، بلکه خیلی هم بالاتر از چرچیل بود. هویدا نخست وزیر ایران جنگ زده بود، ایران بلا زده بود، ایران اسلام زده بود. چرچیل نخست وزیر بریتانیا بود. اونو نمیتونی با اگر هویدا میشد نخست وزیر انگلیس، هویدا موفق میشد که تا روزی که زنده است نفس میکشه نخست وزیر انگلیس باقی بمونه. مجسمه هویدا رو از طلا تو لندن درست میکردن، براش فرودگاه بین المللی درست میکردن. فرودگاه بین المللی لندن میشد فرودگاه دکتر هویدا، پروفسور هویدا. یه همچین انسانی رو ما دست دادیم، چیزی که امروز بهش نیاز داریم. الان فردا جمهوری اشغالگر اسلامی بره، خب شما تصور میکنین کی لیاقت داره بشه نخست وزیر ایران؟ یارو دندون فروشه که با شورت مامان دوست میرقصه؟ این نو جاوید شاه؟ خودمونیم دیگه، ما همینا رو دیدیم. کره مریخ نمیدونیم بریم بیاری. کی لیاقت نخست وزیر؟ جون مادرتون بریم بشین فکر کنی. همش به این فکر نکنی به فرمایش اعلیحضرت اینا برن. خب اینا رفتن. آقا امشب جمهوری اشغالگر اسلامی رفت، بنده الان اومدم یه دونه شامپاین هم وا کردم و آی ملت دیدین رفتن، سلامتی، به به. الان همه نشیم تو ایران آریای داریم بشکن میزنه. خدامون شد. الان تشریف فرما شدم به ایران و یه ماه هم چراغونی و بشکن و بالا بنداز و تموم شد و خب همه بریم دنبال کار زندگیمون دیگه. کارگر به جای بره دنبال کارش، کشاورز بره دنبال کارش، استاد دانشگاه بره دنبال کارش، معلم دنبال کارش، همه بریم دنبال کارمون. خب کی میخواد بشه فعلا نخست وزیر موقت؟ حداقل در حد آشیخ مهدی بازرگان. والله من با اونم راضی‌ام. چرا دروغ بگم؟ من بعد میگم بعد خوبو میگم خوب. ما در حد آشیخ مهدی بازرگان هم نداریم. اگر دارید جون پدر مادرتون اسمشو به من بگید آقا من به نظر من آقای فلانی خانم فلانی نخست وزیر آینده میشه، حداقل نخست وزیر موقت بشه. ما کیو داریم؟ بابا کور که نیستیم که در گوش خودمون بگیم. این کمپوزیسیونمونه دیگه، یارو دبیرکلمونه دیگه. این شاگرد پادوی داریوش ناهمایون
این دبیر کل، این از الان دلش لیف صابون زده مثلا بره ایران، مثلا بشه عاملی تهرانی. میبخشید فور اگزامپل عرض کردم، خیلی چیز گفتم، مثال زدم، میبخشید. امروز ترشی لیته خورده بودم، یه ذره وضع معده‌ام ناجور شد، همینجوری یه چیزی انداختم. گفتم چون مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید ما الان میخوام ارتشو بسپاریم دست یه نظامی، شما من به یه ارتشو رو بسپاریم دست کی؟ محسن رضایی؟ نظامی خودمون که قاجاز کشایی که همه بالا 80 سالن دیگه. مگه بعضیا که الان مثلا یارو 60 سالش به خودش میخواد، 7 سال مثلا 70 سال به خودش میگه من بعجوری چیزام، تیم سار سر سپاه بود. آقا چی رو چه حسابی هستم؟ کو اینا نگاه کن ریز افتاده. کو کارت، کو عکس. به این ترتیب خانم آقایون، انگلیسا متوجه شدن اگر ما اینا رو ول کنیم بد بلایی سرمون میاد. این نخست وزیرشون هویداه، اون وزیرشون زنده یاد فرخرو پارساه، اون سفیرشون، اون پادشاهشون. خب اون پادشاهی که اونجاست، اون پادشاه باید با اینا کار کنه. مثلا شاهنشاه آریامل که نمیتونه بگه نخست وزیر محمد علی رجایی، بعد بگه جناب آقای، اصلا به این مرکه میخوره تو بهش بگی جناب آقای رجایی. هی رجایی، هی یارو گوربانسه اخراجی نیروی هوایی به جرم دزدی نخود لوبیا شد نخست وزیر خمینی. خب بعد اون بشه نخست وزیرش دیگه. خب تو بیا الان مملکت رو بخواد بچرخونی، خب وزرای کی حاضر بشه وزیر رجایی؟ الان ما رفتیم ایران، خب نوجاوید شاه مثلا میخواد بشه وزیر چی؟ نه خودمونیم. بعد میگن به زودی زود، خدای حرف خودمون یادمون میره، از کجا بگیم برات؟ میخوایم شورای سلطنت درست کنیم. خب آخه بی شعورا، خدایا اینا رو همه رو بیارن بریزن توی اتاق، در اتاق هم قفل بکنن، 7-8 تا هم قفل بزنن، هیچ کس از این اتاق نتونه بره بیرون، هیچ پنجره هم چیزی نباشه، همه ما رو بزنن توی اتاق. آخ 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 چه بزنی بکنیم. چه حالی میده این یارو دندون فروشه بیفته زیر دست من. میگم همه تو منو بزنید فقط اینو بدید دست من. یا این یارو نوجاوید شاه رو. آخه بی شعور، بی کلاس، بی سواد، بی استخون، تو اصلا میفهمی داری چه غلطی میکنی 3-4 روزه؟ احمقا خیال میکنید اینا به گوش ما نمیرسه. بی شعورا شما خیال میکنید ما هیچ آدم نداریم، مثلا یواشکی رفتیم حزب اینجوری زدیم، حزب اونجوری داریم، آها تو اسمشو بذار حزب ایران نوین، تو بگو نوین ایران، تو بگو رفتم به باغی، تو بگو ولی من ندیدم کلاغیا، تو بگو سنگو برداشتم، تو بگو نزدم به پایش، حقوق بشر سلطنت طلبها، سازمان فلان، 4-5 تا هم بچه تنلش بسیجی چاقوکش لاد بی سوادم تو لندن این دندون فروشه ماهی 50-60 پوند اینا میده، چماق کشتن تو لندن، آهای نفس کش، درود بر دندون فروش. خدا شاهده. خب حالا بس اونم جدا شدیم. حالا اومدن میگن شورای سلطنت. احمق، شورای سلطنت رو فقط یک انسان میتواند تشکیل بدهد. اینی میگم که یاد بگیرید. میزنم تو دهنتون که به دوستانتون، به بزرگانتون، به ریش سفیدتون نگید از اتریش به رضا احمدی زنگ بزن بگو بابا ساکت، دست از سر ما بردار. خدا هم نمیتونه منو ساکت کنه، خدا این که بنده خداست. احمق، شورای سلطنت رو فقط شاهنشاه میتوانند تشکیل دهند در موارد ضروری، مثل شورش 57، مثل اینکه شاه مریض شده دور از جونش دکترها جوابش کردن، عقلش از دست داده دیگه، همه میگن نمیتونه، ایشون نمیتونه رهبری بکنه مملکت، ولی هنوز زنده است، سایش باشه ولی مغز دیگه جا نمیکشه. شورای سلطنت رو اونجا تشکیل میدن. ما الان رئیس شورای سلطنت داریم، اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. به دلیل اینکه ولیعهد به سن قانونی رسیدن، دیگر اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی رئیس شورای سلطنت نیستن، مگر اینکه افتخاراً این افتخار رو به ملت ایران بدن، و این قانونا ایشون هم رئیس شورای سلطنت نیستن. مثل که شما به همسر شاهنشاه، به همسر اعلیحضرت میگید شهبانو. عزیزان این اشتباهه، ایشون فعلا والا حضرت هستن. بابا سرمو کجا بکوبم؟ ایشون والا حضرت هستن، نه شهبانو، نه ملکه، نه هیچی. باید مجلس تصویب بکنه، قانون رو بفهمید، وقتی نمیفهمید دهن وا نکنید. شما دارید به این بانو هم توهین میکنید.
هم به شهبانو دارین توهین میکنید، هم به این بانو دارین توهین میکنید، به بانو والازه یاسمین پهلوی. بانو یاسمین پهلوی بگید بهتره که بگید شهبانو یا ملکه. و بعد به دلیل اینکه ولیعهد وقت والا حضرت ولایت عهد رضا پهلوی به سن قانونی رسیدن و در شرایط استثنایی سوگند وفاداری به پادشاهی یاد کردن، پس چیزی به اسم شورای سلطنت دیگه وجود ندارد مگر اینکه اعلی حضرت تشخیص ایشون الان اعلی حضرتند، چون اعلام سلطنت کردن به طور رسمی. اگر میخواهن اعلی حضرت نباشن بشن آقای پهلوی شهروند ایران، باید سوگند خودشون رو باز پس بگیرن. فشاری که شهریار آهی توسط یاران بیشرف تر از خودش داره به ایشون وارد میکنه. اوکی؟ بنابراین ما شورای سلطنت نداریم. اگر اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم تشخیص بدهن که ما میخواهیم و باید شورای سلطنت داشته باشیم، ایشون باید رسما، نه در گوشی، رسما در رسانه ها اعلام بفرمایند که از فردا صبح شورای سلطنت تشکیل داده خواهد شد. اعضای شورای سلطنت به تصمیم اعلی حضرت انتخاب میشن، چون ایشون نه عقلشون رو از دست دادن، نه دور از جونشون مریضن، صحیح و سلامت الحمدلله تا چشم حسود کور بشه سر پاشون هم هستن. این قانون اساسیه. وقتی نمیفهمی، برای اینم که میگی نوجاوید شاه در حضور پادشاه که ایشون اونجوری شاکی میشه که اگه من اونجا بودم میزدم تو دهنتم، اون چمدونا رو میکردم تو حلقه. بریم من بازارچه آگهی رو ازشون خدای گیره یه مش آدم بیشعور بی سواد افتادیم و قیافه علی گلابی هم به خودش میگیره ما مؤدب اینا چاقو کشن. بیشعور. وقتی بی سواد احمقید مجبورم با این ادبیات باهاتون حرف بزنم، وگرنه تو ثابت بکن مثل من 4 کلاس اکابر، اون وقت من بیا ببین چجوری کلاس واسه تو بذارم. آخه من کلاس برای چیه تو بذارم؟ آقای مهندس بریم تو شماره 4. عجب تو نمیری. من سایمون شکلیف هستم، سفیر جدید انگلیس در ایران. این اولین روز مأموریتم در تهران. خیلی وقت پیش از 2000 تا 2003 اینجا تو ایران بودم به عنوان یک دیپلمات جوان و اینقدر خاطرات خوبی داشتم که واقعا برای این روز خیلی منتظر بودم. امروز خیلی خوشحال بودم دیدن دوستان و همکاری قدیمی در سفارت انگلیس و انشالله به زودی دوستان بیشتر در تهران هم قدیم هم جدید میبینم. به عنوان سفیر میبینم که فرصت ها و چالش ها برای روابط دو جانب انگلیس و ایران وجود داره. با این تاریخ طولانی و پیچیده که داریم، هم بالا هم پایین، ولی میخوام با مسئولان ایران در این فرصت ها و چالش ها کار کنم، با هم به نفع هر دو کشور ما. خیلی ممنون. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی؟ شنیدی؟ یک عزیزی همین الان برای من یه دونه پیام فرستاده، دستش درد نکنه، و نوشته که خوشسالی، دروغ و قحطی، همچین چیزی، دشمن و خوشسالی و دروغ. خیلی ممنونم ازت، لطف محبت کردی. دیدید؟ سفیر رو دیدی؟ من اینو پخش کردم برای جمله آخرش بوده براتون پخش کردم که روابط طولانی و پیچیده، نه بی پدر و مادر، روابط طولانی هست، پیچیده نیست. بی ناموس، جمله رو درست بگو تو که فارسی یاد گرفتی. روابط طولانی توأم با استعمار. شما انگلیس‌ها ما رو استعمار کردید، شما ما رو به عنوان یک کشور مشترک المنافع بهمون نگاه کردید. شما نتونستید پرچم انگلیس رو بزنید بغل این پرچم خود ما، همین پرچم شور خورشید، و زورتون نرسید اون پرچم انگلیس رو بزنید گوشه بالای چیز، همون بالایی که سر استرالیا و نیوزیلند آوردید. شما زورتون نرسید پرچمتون رو تو تهران مثل دهلی نو
دلهی گمن دلهی نتونستید اونجوری ببرید بالا. شما فهمیدید که زورتون به ما نمیرسه، از زیر ما رو زدید. هند و اونجوری بلا سرش آوردید، بومیان استرالیا و نیوزیلند و اون بلا رو سرشون آوردید، امریکا و کانادا رو، امریکا رو با حزب دموکرات بلا سرشون آوردین، اسرائیل رو با چپ اسرائیل بلا سرش آوردین، کانادا رو اونجوری حپولی کردین، بقیه ممالک هم اونجوری. چون زورتون به ما نرسید از زیر با آخوند به ما حمله کردید. اونی که خیال میکنین ما این خودتی. بی پدر و مادرها در روابط ایران و انگلیس در بعد از سقوط فرقه تبهکاران حالا هی برید به جو فروشی بگین 10 میلیارد بده، 6 میلیارد بده، 4 میلیارد بده، 2 میلیارد بده، دو ماچ بکن ماماچ بکن، آخوندا رو نگه داریم، بذار یه کاری بکنه این روزا پالاوی این پیرمرد بشه دیگه با کمرش خم بشه، عصا بدین دستش مثل ظاهر شاه مثل ایران. ارواح ننتون ایران همینطور که رضا شاه بزرگ فرمودن، خدایگان فرمودن و خود اعلیحضرت فرمودن، ایران پادشاهیش به یک شخص نیست. همینی که اعلیحضرت میفرمایند. آقا فرض کنید من نیستم، بابا داره کد میده به ما، بابا ملت دست پای منو بستن نمیذارن من بیام ایران، نمیذارن، داداشمو کشتن، به من میگن تو بیا بگو که چیز شده، خودشو کشته. آقا آدم تفنگ شکاری میذاره تو دهنش، یکی میذاره تو دهنش، یکی میذاره تو مخش، اونم اون آدم. لیلا رو کشتن، خودشون کشتن، شاه لیلا پهلوی رو، همش هم پشتش انگلیسان. بعد میگن نگو، چرا نگم؟ مگه قراره چقدر دیگه عمر کنیم؟ ما کلاغیم؟ بابا واسه ملت بفهمن، واسه جوونا بفهمن دشمن اصلی ما تو لندنه، نه تو طویله علی شیری. اینا پخ نیزن، آخوندا عوامل اونا اینقدر دارن با این آخوندا بازی میکنن که فردا وسط کویر 10 دفعه اینو بهتون گفتم یه بمب بترکونن بگن صاحب اتم شدن، حالا شد مثل کره شمالی، حالا هی باید بگیم جون من نکن، مرگ من نکن. چرا عربستان سعودی بگه شیعیان صاحب بمب اتم شدن، عربستان سعودی صاحب بمب اتم بشه، به شرفم به دوما نمیرسه. همین اسرائیل بمب اتم میده به عربستان، میره میخره ازش. اینقدر دانشمند روس ریخته توی اروپای شرقی، با 2 تا بطر عرق میخرنشون. ترکیه میگه عربا وهابیون از اون طرف، شیعیان از اون طرف، من رهبر سنیام، آقای بمب من میخوام. خب ایران و ترکیه و عربستان صاحب بمب اتم شدن، پاکستان و هند. خب دیگه فردا برو سیگارم بکش. قرار کره زمین جمعیتش کم بشه، چجوری باید کم بشه؟ فعلا خدا بده برکت این 1 میلیارد مسلمان یه 600 700 میلیونش اینجوری بره رو هوا. ماشینامون هم که داره برقی میشه و نفترم یه جوری میکشیم میاریم دیگه. لوله ها هم که کشیدیم به نفته که فعلا چیزی نمیشه، اینقدر فیلتر میذاریم که جلو اورانیوم میشه بگیره. داستان اینه، این دستور از لندن اومده، برای همینه جلوی پادشاه رو گرفتن، به خاطر همینه برامون نوجاوید شاه میارن. همشون عاملن، همشون نوکر انگلیسن. بکنید تو مختون همشون نوکرن. این دندون فروش تو تگزاس نوکر انگلیسه، نوکر حزب دموکرات امریکاست. حزب مسروقه نماینده دولت حزب دموکرات امریکا در لس آنجلس. ایران نوینی که براتون درست کردن ابزار دست دولت انگلیسه. اگر به حرفای من رسیدی که بگو خدا پدر مادرت بیامرزه، اگر نه فوش خار مادر به خودم بدی. من الکی بهتون نمیگم. حسن صدقه خور عامل، معصوم قومی عامل، سازمان تروریستی مجاهدین عاملن. اینا همشون عوامل انگلیسن. اینا رو همه رو خریدن. رادیو تلویزیون ها طویله ها، ببخشید رادیو تلویزیون طویله است، تمام این طویله ها عوامل انگلیسن. همشون عاملن. انگلیس دشمن قسم خورده ایران و ایرانیه. بعد حالا سفیرش میگه که روابط بلند و پیچیده. کدوم پیچیده؟ بی‌ناموس. امیر بزرگ و امیر کبیر کی رگشو زد؟ تو بی‌ناموس توسط میرزا آقاخان نوری. میرزا آقاخان نوری کی بود؟ از ماه 800 لیر از انگلیس میگرفت. میرزا آقاسی کی بود؟ همه آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی کی بودن که امروز تخم درگاهشون زر زیادی میزنن؟ زالو رو کی میکشه میاره تو لندن؟ آقای مهندس بریم تو عکس‌ها، دست درد نکنه، خیلی هم زیاده، خدا کنه برسیم 5 تا 15 تا عکس، دست درد نکنه. ملت حواستون رو جمع کنید. انگلیس‌ها دشمن قسم خورده ایران و ایرانی هستند. حواستون رو جمع کنید، نذارید اینقدر تو دنیاهای مجازی مختون رو بزنن، نشینید اینقدر چرت پرت بگید، نشینید اینقدر پرت و پلا بگید تو دنیای مجازی. اونجا هیچی نمیواسه بهتون، فقط میتونید بزنید تو دهن جمهوری طلبان. جمهوری طلبان همشون عوامل انگلیسن، همشون عاملن. داریوش ناهمایون عامل دولت انگلیس بود، فراماسونر بود. شهریار آهی عامل نوکر MI6 حقوق بگیره، با قدرت بهتون میگم. بریم تو عکس جناب مهندس از 5، دست درد نکنه. عاملن، همشون عاملن، همشون عاملن. یه شب میخوابی صبح بلند میشی فرش کرد. چی فرش کرد؟
بعد میان بحث را میندازن، بحث مشروطیت و پادشاهی و مشروطه، و حالا یه شبم بیام اینا براتون بگم. قاطی نکنید، اصلا جریان مشروطه با جریان پادشاهی فرق میکنه. الان وقت این چیزا نیست ما بیایم این مسائل رو برای شما باز کنیم. آقای مهندس تلفن داره حالا تا چیز بشن. این بس مسئله مشروطیت با مسئله پادشاهی، اینا دو مسئله دست درد آقای مهندس تفلک، دست تنها باید به همه کارم برسه، دست درد نکنه. خانم آقایون نگاه کنید، نگاه کنید. این دوز، اینم بوز. بنیانگذار حوزه لجن قم که اینا بهش میگن علمیه، جورج کورزون، در حدود 120 سال پیش او سیاست استعمار فرهنگی را برای کنترل بیشتر ایران و خاورمیانه به دولت انگلیس پیشنهاد کرد. یعنی به طریق مذهب خاورمیانه رو با آتیش بکشید. این بی‌ناموس بی‌شرف 120 سال پیش. جناب مهندس بعدی رو لطفاً اومد بفرمایید. این لقب سر گرفت، خدمتگزار کشورش بود. ای کاش منم تو مملکتم یه دونه جورج کورزون داشتم، جورج کاظم هم نداشتم، همه خائن. این یه دونشون، اینا خدمتگزار کشورشون بودن، اینا هر کدومشون به مملکتشون خدمت کردن. برای همینم با تشریفات کامل خاک میشن، لقب سر میگیرن، جد و آبادشون هم ازشون استفاده میشن. خدا میدونه نوه نتیجه‌اش الان هر کدومشون سفیر انگلیس در کدوم کشورن، چه و چه و چه. این کثافت‌ها رو نگاه کنید. آخوندهای بی‌ناموسو تقی به توقی میشد. این دوران مشروطیت، سرشون رو مثل الاغ، حیف الاغ انداختن پایین، رفتن پناهنده شدن به سفارت انگلیس. دیدی؟ این دوتا. جناب مهندس بعدی رو لطفاً باید بفرمایید. اون خمینی بی‌ناموس به شما خط انحرافی داد، هرچه فریاد داری بر سر آمریکا بکشید. نه، هرچه فریاد داری بر سر انگلیس و روس بکشید. تهران شهریور 1320، روزولت وسط، استالین چپ، چرچیل راست. اون بالا مرداد 1400 صندلی وسط آمریکا خالیه. دیدید چقدر قشنگ روس و انگلیس و آمریکا رو از بازی کشیدن بیرون؟ خاک بر اون سر جیمی کارتر. چرا؟ چون جیمی کارتر نماینده دولت انگلیس در کاخ طویله سفیده و این حاج حسین اوباما و این یارو جو فروشه و اون بیل کلینتون و بقیه اراذل و اوباش دموکرات. جناب مهندس بعدی رو تو بفرمایید. نه که حزب جمهوری خواه به نفع ماست، نه، حداقل که حزب جمهوری خواه، این جمهوری خواه حداقل این میان پرستن، مادر مرده های بدبخت بیشعور. خانم آقایون اینو براتون بخونم، صبر کنید. خانم انلمتون گور بابات، رئیس بخش اطلاعات سفارت بریتانیا در تهران در دهه 50 میلادی و طرح آژاکس، برای نابودی ایران بایستی 3 چیز را از ایرانیان گرفت: زبان فارسی، پایبندهای اخلاقی و میان پرستی. یعنی همین 3 چیز رو امروز از من و تو گرفتن. زبان فارسی چی شده؟ شیعه رفتن ها را بیارین ها را رفتن ببرین ها، فعل فاعل. این چی میگه مردی که چی میگفتیم به این ناموس؟ پایبندهای اخلاقی که کودی اخلاق، بچه داره تو خونه به باباش میگه خفشا. میان پرستی هم که همه شدن وابسته، همه شدن نوکر، همه رو خریدن، همه شو مزدور. برنارد لوئیس، طراح تجزیه ایران، تنها راه مقابله با چنین فرهنگی، یعنی فرهنگ ایرانی‌ها، نابود ساختن آن است. یعنی فرهنگ ایرانی‌ها رو نابود کنید. بایستی ایران را به قطعات قومی و زبانی گوناگون شکست و میان کشورهای نوپا تقسیم کرد. کی الان پشت این جریانه؟ حسن صدقه خور، شهریار آهی و بقیه اراذل اوباش. من الکی بهتون نمیگم، من میدانم. جناب مهندس بعدی رو لطفاً باید بفرمایید. اینا برنامه ریزی شده. انگلیس 400 سال رو ما کار کرده، بعد نمیذاره پهلوی بیاد جلوشون وایسه. شعبه فارسی رادیو لندن نگاه کنید، اون اسامی اونا رو نگاه کنید، اون بالا اونا همشون ایرانیان، آخه نکنه اونا انگلیسیان، اونا توشون ایرانیه. نگاه کنید 78 سال پیش، البته اون موقع که ما اینو نوشتیم 78 سال پیش، الان خیلی بیشتر تر شده. در چنین روزهایی و در اوایل جنگ جهانی دوم، بخش فارسی رادیو فارس BBC برای رقابت با رادیو فارسی برلین آلمان راه اندازی شد. رادیو BBC از ابتدای کارش شروع به مخالفت و انتقادهای تند از رضا شاه کرد و بسیاری آن را در سقوط رضا شاه مؤثر می‌دانند و دقیقاً سال 57 باعث سقوط محمد رضا شاه پهلوی شد و همین الانم باعث جلوگیری از ورود پهلوی به ایران میشه. بنگاه لجن پراکنی BBC. کی گوش میده؟ شما ایرانی‌ها در داخل کشور هنوزم گوش میکنه. آقای مهندس بعدی رو لطفاً بفرمایید. هرچی تو لندنه بترسید، هرچی رو آنتن لندنه بترسید.
نمیترسید؟ خب این هاشون کرده، پس نیا بگو تو یخچالم هیچی ندارم بخورم. نگاه کنید برنامه جام جهانی BBC فارسی آذر 1357. خوب گوش کنید، اعلیحضرت هنوز تو ایران ها، اعلیحضرت هنوز کشور ترک نکردن، اعلیحضرت دیما ایران ترک کردن. خوب گوش کنید. پس از طی دورانی از افت و خیز حکومتی زمام امور ایران را در دست خواهد گرفت که به علت ناتوانی مالی و نظامی دیگر در برنامه‌هایش جایی برای رویای تمدن بزرگ وجود نخواهد داشت و به سبب شرایط تازه حاکم بر جو سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مملکت، این کشور یعنی ایران تنها مقامی همپایه کشور همجوارش افغانستان خواهد یافت و برای همیشه این رویا را که پنجمین قدرت نظامی سیاسی و اقتصادی شود فراموش خواهد کرد. یعنی هنوز شاه تو ایران دارن میگن تموم شد، بردیمت. دیدی زمینت زدیم؟ آره جناب مهندس فردی رو لطفاً باید بفرمایید. دیدی زمینت زدیم؟ چرا؟ چون وقتی میگه کوروش آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم، ما میدونیم تو اومدی که مردم رو یاد عقبه خودشون بندازی. نگاه کن مرکه کثافت آشغالو. قاب عکس خمینی و لنین پشت سر کارشناس شبکه BBC فارسی خبرساز شد. این کارشناس سمت چپش لنین، سمت راستشون بیناموس خمینی. اینا همشون بعد بهتون وقتی من میگم لنین علم شده اینا کمونیسته، بابا این سوار دیدی با سوار لنین علم شده ی امپریالیسم آلمان و انگلیس بود و پشتش هم سوئد بود. که چرا؟ که خاندان شوروی رو چیزو بزنن، روس رو بزنن. اون یارو کی بود مرکه؟ تزار گوساله رو. جناب مهندس بهادری رو لطفاً بفرمایید. خاندان چیچلوف بود، رامانوف بود، کی بود مرکه؟ بیچاره همه گوشن جلو جوخه ادامت گور باباشون. اونا هم خیلی از سرزمین ما رو دزدیدن. هر کی چشم آبی بمیره به نفع ماست. بفرمایید. بنگاه لجن پراکنی BBC تو اوج شعارهایی که ملت میگن رضا شاه روحت شاد، میگه با شعار رضا شاه روحت شاد چه باید کرد؟ هیچی، باید خودش سر قبر ننت. دیدین چه جوری جلوشو گرفتن با زن زندگی آزادی؟ من میدانم. جناب مهندس بهادری رو لطفاً باید بفرمایید. تا دشمن نشناسیم همین آش همین کاسه است. برای همینه که میشینید دور هم دیگه مثل سلمونی قدیم سر خودتون میزنید. نگاه کنید اینا اراذل اوباشی هستند که در قرن جدید در چیز طویله صدای BBC هم، طویله BBC هم. اونی که با انگشتشون دادن اون مسعود بهنود بیناموس توده‌ایه. بیناموس توده‌ای اینجوری شد نوکر انگلیس. چرا؟ چون انگلیس یک بخشی از توده‌ای‌ها رو خرید، مثل بهنود، مثل اون یارو فرخ جمهوری نگهدار. پرچم جمهوری اسلامی رو هم گرفتن، نیشخندم میزنن. چرا که نه؟ پول نفت من و تو میشه ماهی 5000 پوند تو جیب هر کدوم از اینا میره، حداقل 4000 پوند. بودجهش میدونی سر به فلک میزنه. آقای مهندس بهادری لطفاً باید بفرمایید. بعد علیرضا نوری‌زاده میاد میگه که بودجه اینو مردم با چیز میدن، با مالیات میدن. دروغگو، لعنت بر پدر و مادرش. این زنیکری نگاه کنم که چند وقت پیش سق سرش کردن. چند ماه قبل روزنامه تایمز، این روزنامه تایمزی که دارم، اینی که دارم الان براتون میخونم، مال یه چیزی حدود 2 سال پیشه. چند ماه قبل روزنامه تایمز در یک بررسی احتمال رسیدن شجره ملکه انگلیس رو به حضرت محمد عنوان کرد. اونم روزنامهش کوین مای فلان و فلان که رفته تو چیز محمد راسته. دیدی؟ اینا نمیذارن اسلام از بین بره. اینا نمیذارن جریان خمینی از بین بره. آقای مهندس آخری هم لطفاً باید بفهمید، دست گل درد نکنه. دشمنت نمیشناسید. قیافه رو نگاه. شب اول قبل انکر منکر چون اون انکر منتر فرار میکنه. اینو بفرما. اینی که دارید میبینید این دستپخت خود بنده است. مال کی؟ این 25 سال پیش ما اینو درست کردیم. سندش هم دارم که ثابت کنم مال منه ها. 25 سال پیش. رضایت کامل شما موفقیت ماست. خمینی داره به کی میگه؟ مارگارت تاجر، اون یارو زنه که. دیدید؟ این خیلی معنا داره این عکس. دست درد نکن آقای مهندس. پس دشمنتون رو باید بشناسی. تا دشمن رو نشناسی همین هاشو همین کاسه است. کار انگلیس هاست، نه آمریکایی ها تو دنیا اعلام کردن حقوق بشر، دموکراسی. اول برنامه‌ام گفتم بهتون، من الکی نمیام حرف بزنم. حقوق بشر مال خارج از کشوره که خرشون کنیم، ازشون باج بگیریم. از هر کی بدون میاد که حقوق بشر رعایت نمیکنه. اگه شاهنشاهیار حقوق بشر رو رعایت نمیکرد، چطور در اولین رئیس جمهوری که اعلیحضرت شاهنشاه ایران شدن، رئیس جمهور آمریکا کی بود؟ روزولت بود. بعدش کی اومد؟ ترومن اومد. بعد آیزنهاور اومد. بعد
کندی اومد، بعد جانسون اومد، بعدش نیکسون اومد، بعدش هم یارو مرجع فورد اومد، بعد کارتر اومد. چطور اعلیحضرت با روزولت و ترومن و فلان حقوق بشر رو رعایت میکرد؟ خیلی آیم تیبل گود مورنینگ و به به شاهنشاه آیم ویلکومن و فلان اینا. بعد یه دفعه چجوری زمان جیمی کارتر یا شاهنشاه آریامری که در جوانی حقوق بشر رعایت میکرده، بعد از سن 60 سالگی حقوق بشر رعایت نمیکرده؟ نه بی‌ناموسا، اینو درست کردی که سر مملکت‌ها رو ببرید. تو مملکت خودتون میگه آزادی، بدجوری آزادی مگه نی؟ آره الویس میکروفون گرفت ازش گفت نووار، بم نزنید به سایگون، بدجوری. گفتم ببین بکن آزادی بیان. یا آمپول به یارو فرو کردن، یارو 30 کیلو بود، یه دفعه شد 500 کیلو، شد مثل فیل. بعد اومد میگفت I love بچنه. بعد با این دیگه داشت نفس میکشید. آره انگلیس مثل آمریکا عمل نمیکنه که یهو بلند که به 52 رو بفرسته سایگون رو بزنه. اون اسیر توسط حوزه لجن قم کی رو برات علم میکنه؟ سال 42 خمینی رو علم میکنه. سال 41 آقای محمد رضا این کارها را نکنید، آقا مستشار از اسرائیل آورده ان، همیشه اینها به ما مستشارها میارن. اینجوری زیرابط میده. خب من الان شاهنشاه سال 41 خمینی چیکار کنه؟ اعدام کن. خب کاش که میکشه، چجوری بکشتش؟ مملکتی که 99% الاغ شیعه توش خوابیده. همین الان در خدا و اسلام کاری نمیشه، مردشون قیافت ببرن، تمام این کثافتکاری از گور اون داره بلند میشه. انقدر برو نماز بخون تا بمیری. من چقدر خرم که باید بشینم حرص تو رو بخورم. برو هنوز داری نظری میدی دیگه، مال امام حسینه، مال امام حسین رو تو حلقومت. کورید مگه کرید؟ من نمیدیدم چی بهتون نشون میدم. آقای مهندس بریم تو شماره 16 دست درد نکنه، 16 و 17 رو با هم. چرا زیر آب شاه رو میزنن؟ که عرب میومد جلو شاه میرقصید، جا دوست دشمن نشون میداد. همین عربی که امروز برای من و تو تره خورد نمیکنه، همین عربی که امروز عکس پادشاهشون رو قالی میبافن میدن به اونا که عربا 200 سال دیگه یا نگاه کن ایرانیا عکس پادشاه ما رو با قالی میکشیدن. همونطور که امروز ما میگیم که عکس شاه و شهبانی مملکت و ولیعهد مملکت و فوتبالیست مملکت ما رو دولت عمان تمبر چاپ میکرد. دولت العمان تمبر چاپ میکرد. تمبرشو هنوز من دارم، همین الان دارم تمبرشو، که 200 سال دیگه 100 سال دیگه 50 سال دیگه عربا بزنن تو سر ما بگه اینا ملخ میخوردن، ما داشتیم گوشت قربونی رو بهشون ما میدادیم، صدقه میدادیم به ایرونیا. و حقا میگم، درست میگم، ما جام جهانی داشتیم، اینا یه رونالدو رفت تو کشورشون مثل الاغ افتادن دنبال رونالدو، یه لیگ درست حسابی نداشتن، دارن حقارت خودشون رو دارن خالی میکنن. حالا فهمیدی چرا زیر آب شاه رو میذارن؟ که پیکان ما نره تو مسکو. خسته شدم. آقای مهندس بریم تو شماره 16 و 17. خاک بر سرت کنن لگم فروش دوست. آن اتومبیل زیبا و پرقدرت ایران در خیابان‌های مسکو از کنار بلشوی تئاتر تا میدان سرخ و کاخ کرملین هر جا که توقف می‌کرد مردم شوروی با اعجاب و تحسین استقبالش می‌کردند. روز 27 ماه می مطابق با 6 خرداد ماه 48 آقای نویکوف معاون نخست وزیر شوروی نمایشگاه صنعتی ایران را در استادیوم لنین مسکو افتتاح کردند. اولین غرفه‌ای که در این نمایشگاه مورد بازدید رسمی قرار گرفت غرفه کارخانجات ایران ناسیونال بود. معاون نخست وزیر شوروی ضمن بازدید از اتوبوس‌های ایرانی صنعت پیشرفته ایران را ستودند. به پاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. دیدی ما 1348 که داشتیم پیکان میدادیم به شوروی، 1358 کادیلاک میفروختیم به آلمان، 1368 هلیکوپتر میفروختیم به خاورمیانه، 1398 جمبو جت میفروختیم به کانادا، 2008
وارد سازمان ملل میشدیم میگفتیم حق وتو میخوای. دیگه نمیگفتم 5 به علاوه یعنی جرمنی، میگفتم 5 به علاوه یعنی ایران. صدر اعظم آلمان بعد میومد میگفت عرض سفارت شاهنشاهی ایران، الو برلین، بله، وقتی میخواد صدر اعظم آلمان میخوان چیز کنن شاهنشاه رو ببیننشون اینا و اجوری میخوان ملاقات کنن، نگاه میکردن به چیز، زنگ میزنیم به شما، به وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه به وزارت دربار شاهنشاهی نگاه میکردن میگفتن سال دیگه 12 ذیقعده بگید مردی که بیاد زیادم نشینه اینجا، بگید چایش هم بخوره بیاد اینجا، مال مفت نداریم بدیم بخوره، نه بیاد اینجا. اینا میومد 2 ساعت میدید و با از این هواپیما می از اون هواپیما میرفت. وقت ندارم بشم من بشم با صدر اعظم آلمان چی بگم؟ کاری داری اینو به نخست وزیر بگی؟ من شلوغه. بعد اون شاه قرار بودن همین آقای خودمون باشه، دارم راجع به آقای اعلیحضرت دارم صحبت میکنه، اون شخصی که قرار بود اونجا شاه بشه که برای اینا تره خورد نکنه و این انگلیس میدونسته، حالا تو واشنگتن بهش میگن حرف نزن، تکون نخور، راه نکن، بشین بغل دست معصومه قمی شورا درست کن، شورای ملی نازیلا گلستان، با اونا بشینید بدجوری شورا درست کنید، برو پیش علیرضا میبودی و دست بدین. آره دست بدین. تمامش بازی امپریالیسم انگلیسه. از آمریکا نترسی، میگه نترس از آن که های و هوی داره، مثل من های و هویم، بترس از آن که سر به توی دارد. از میبودی بترسی، از نوریزاده بترسی، نه از لگن فروش دوزه یا پولکه مردیگه. بترس از آن که سر به توی دارد، از اینا بترسید. از شهریار آهی بترسید که یک جا صداش در نمیاد، از این بترسید، از این آبزیرکا بترسید، از اون که میاد میگه یاور همیشه معتاد بترسید، نه اونی که میگه جله بام 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 اون پول میخواد، از اون نترسید. از این بترسید که میگه در به در همیشگی کولی 100 سال منم، خاک تمام حجره ها وجوری رفته توی تنم. از اینا بترسی، از اون که دنبال جمعه است بترسی، از این که میاد میگه آولی و آولی، از این نترسی. نه 6 ماه یه بار میخوای شوهر کنی، از اونا بترسید. آقای مهندس بریم تو شماره 18. وای خدا اگر آقای پهلوی تو فضای مجازی بعد از 6 ماه سر و صدا و تبلیغات 400,000 تا امضا تونست جمع کنه، آقای حامد اسماعیلون 400,000 تا آدم زنده رو توی روز آورد کف میدون، آورد تو خیابون، صدای عراقچی رو در آورد که آقا این تظاهرات رو باید ببندید و شما بستید. این یه مبارزه، شما زدیدش. سلیمانی امیری آدمی است که سراغ فونداسیون رژیم رفت، یعنی رفت سراغ اعتقادات رژیم، رفت سراغ اون چیزی که اون اعتقاداتی که رژیم روش بنا شده. مشروع آورد، علی لعنت میفرستاد، به محمد لعنت میفرستاد و اولین کسی که توالت رو دفتر امام نامید او بود. اولین کسی که روده خروج کثافت از شکمش رو انبیا و ماتحتش رو خاتم الانبیا نامید او بود که من اینو در کتاب علی بردم، تو کتاب علی هست، او بود. خب ما تقریبا جای شکی برای ما باقی نمونده بود که بسیار آدم میهم پرستی است، غافل از این که گرگیست به لباس میشتر آمده. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. ببین زالو خانم آقایون، دیدید من به شرطی باهاتون کار دارم که مجددا بخواین سر علم کنین، سرت بیاد بالا میزنمت. هر کس بخواد به من فوش خوار مادر بدید، هر چی دهنتون در میاد به من بگید، اون میشه مسئله شخصی من و تو. من اگه من ارزو داشتم جوابتون میدم. کسی بخواد به ملت ایران رو بیشعور فرض کنه، مثل حزب مسروقه، مثل این ایران نوینه قلابی، مثل بشیر بشکه، مثل زنش و امثال این اراذل اوباش، کسی بخواد به ساحت مقدس پادشاه توهین میکنه، من با این دو گروه کار دارم. کسی میخواد خائن باشه خائنه، به میهنش خیانت بکنه بکنید، من که نمیتونم بگم. اما
توهین به پادشاه، توهین به ملت ایران، خار مادرتون رو با آتیش میکشم. امشب مگه نمیخوای معروفه بشی زالو؟ من امشب معروفت میکنم دوباره. تو هر دفعه خواستی مطرح بشی فقط از این زهرا بزن. این فعلا یه فقرش. الان به خدمتت نیستم، بذار اسامی رو بگم. پونو شده مردی که یه شیره مفنگی، تو اگر در حضور ملت ایران تونستی 5 دقیقه اوضاع جهان رو تفسیر کردی، من دست از تمام ادعای سیاسی برمی‌دارم. دبیر کلش رین تنتن که 20 سال داره 20 سال فقط چمدون داروش ناهمایون رو چمدون کشی کرد. بدبخت دو تا واژه سیاسی نمیتونه بگه. آقای شهرام $30 سپاس از شما آقا شهرام گل. بانو پروین بیگلری $30 سپاس از پروین بیگلری عزیز. بانو شهناز $20 سپاس از شما. سرباز صفر اعلیحضرت $20 درود به شرفت، باریکلا. آقای فریدم از نیویورک $36 دست آقا فریدم درد نکنه. بچه ماهیانه یادتون نره. برای سلامتی انسانترین انسان آقای آریان وطنخواه. بله واقعا انسانترین انسان با شرف. سرکار بانو مهتاب $250 سپاس از شما بانو مهتاب عزیز، درود به شرفتون. آقای مهندس بریم تو شماره 20 دست درد نکنه. زالو من نمیخوای معروف بشی، اینقدر ازت پرونده دارم، یکی دو امشب یه پارت کوچولو باهات حال میکنم، هرچند قابل تیغ تراش نیستی آشغال. دکتر دریا صفایی بودن که برای شما زحمت کشیدن. بله سپاسگزارم ازشون. چرا ویزا رو من دریا صفایی اصلا معدود کسانی هستند که واقعا وقتی که گیرای اینجوری دوستان پیدا میکنن بدون واقعا فوت وقت تا اونجا که تونستن تا حالا کمک کردن به وضعیت دوستانی که مسئله حقوق بشری دارن. من هنوز اینجا عرض کنم، یکی این که همونطور که خانم دکتر دریا صفایی نوشتن در توییتشون، ایشون در گرفتن ویزای انگلیس برای آقای عالی پیام نقشی نداشتن. خانم صفایی تا اونجا که تونستن به هر پناهجوی ایرانی در ترکیه، همونجور که گفتن به هر پناهجوی ایرانی در خطری در ترکیه و کشورهای دیگر کمک‌های بشردوستانه کرده اند و قدردانی بنده به آقای عالی پیام از ایشون در برنامه‌ای که اشاره شد به همین دلیل بوده. دوم که اگر مشکلی در فهم این موضوع پیش آمده، مقصر منم، ببخشید که توضیح کامل در برنامه 30 دی ماه 1401 ندادم که برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان از شاخ جدا بود، جز گلشن رو کرده نهان در ره گذرش باد خزان چون پیک بلا بود. ای برگ ستم دیده پاییزی آخر تو ز گلشن ز چه روزی تو هم آغوش گلی بودی، دل داده با مدهوش گلی بودی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی خانم آقایون، این کمپوزیشنتونه، همشون دست پرورده انگلیس. یارو زالو مأمور حرفه‌ای اطلاعاتی وزارت اطلاعات پاسداره، الان بهتون نشون میدم، پاسداره. زالو پاسدار اطلاعاتیه. خب آوردنش خارج از کشور، گندش در اومده. الان اینی که میگه من نمایندم تو طویله بلژیک، میتونن گریبانشو میگیرن شما با این مأمور چه کار داشتی؟ آقا ما یه تیله از آقا بگو من نبودم اینا. نه ما منظورمون این نبود، منظور نبود. یارو داره میگه بخش کردیم تمام شو، یارو داره میگه آره این زنی که من آوردش آورده. چرا چرت و پرت میگی؟ اینم کمپوزیسیون ایرانی، زن ایرانی در داخل کشور زیر شلاق اینا توی کالیفرنیاست، معلومه توی طویله‌ایه. بعد آهنگ کی رو میخونن؟ مرضیه زنی که روانی چه کاره بود؟ سازمان تروریستی مجاهدین پشت جریان شورا و پورا و همون جریان نازیلا دوزو، پشت جریان تمام اینا کی خوابیده بود؟ سازمان تروریستی مجاهدین.
کی رو کشیدن تو بازی؟ اعلیحضرت. چرا؟ به وسیله اعلیحضرت بتوانن برن تو کشور سر اعلیحضرت هم ببرن، قشنگ آقا رو سر به نیست بکنن، سازمان تروریستی مجاهدین توسط عواملش کشور بگیره به دستش. به همین صورت که بهت میگم سازمان تروریستی مجاهدین این بازی رو کجا بلده؟ از انگلیس. چرا بلده؟ به خاطر اینکه همشون عوامل انگلیسن. دستش تو دست کیه؟ بخشی از وزارت اطلاعات. اون بخشی از وزارت اطلاعات کیان؟ باند اکبر دزده. باند اکبر دزده کیه؟ اصلاح طلبها. از تو چی میاد بیرون؟ زن زندگی آزادی. از تو چی میاد بیرون؟ کماج رو کی تایید میکنه؟ پرویز صیاد. پرویز صیاد چیکاره بوده تو ایران؟ توده‌ای خاموش بوده، مثل یارو مهندس حسن چیجی بود، کلنگی بود، کی یارو رفیقم یارو فتح‌الله شیره‌ای، همون که به ما توهین کرد که حالا مرد و زنده‌شون رو باز این ولشون نمیکنن. خب تمام این مجموعه رو داشته باش. زیر میزی کی داره کار میکنه؟ شهریار آهی با کی رفیق؟ نوجاوید شاه، دندون فروش دوز در تگزاس. دیدید روابطو؟ قدرت میخواد این حرفا رو زدن ها؟ جیگر میخواد اینا رو گفتن. چرا جیگر میخواد؟ چون میگه آقا اینطور نیست. یکیتون جرأت کنه بگه اینطور نیست. بعد از بازوهای مسلحشون بغل که حزب مسروقه ایران نوین، به چه اسمی؟ مشروطه خواه. چرا؟ چون اعلیحضرت باید تخریب بشه. تمام هدف چیه؟ این مرد رو بزنید. اگر ما بتوانیم رضا پهلوی وارث تاج و تخت را ساکت بکنیم، نه دیگه ایران آریایی هست، نه داد و بیداد رضا احمدی هست، نه بچه‌ها تو کلاب هاوس هستن. تمام مشروطه خواه میگن ای داد بیداد. برای همین ایشونو میبردن تو کوچه پس کوچه ها، از دهنش بکشن بیرون جمهوری. من اصلا رضا شاه رئیس جمهور بود، پدر منم رئیس جمهور بود، بی خدا که میگفتن شاهنشاه. اینو از دهنش بکشن بیرون. اما فوته اینا چرا؟ به خاطری که این مرد اینو میگم که بسوزید. علاوه ببخشید، این مرد شما خیال کردید ما رو سر کار گذاشتین، 44 ساله همتون رو گذاشته سر کار. حالا خوردید، حالا یواش اعلیحضرت دارن چهره ملی خودشون رو نشون میدن. اینم گفتم که بدونید ما میدونیم. تو چشمتون کور شد، بقیه‌اش هم واسه بعدن. دندتون نه. آقای مهندس بریم تو عکس‌ها. اونی که خیال کردید ماییم خودتونیم. مسروق چه قلابی. من اینجا نشستم، من بچه سربازم، مرده و زنده‌تون رو آتیش میکشم. شهریار آهی چه پخیه. من رئیسش که اون یارو ملکه هست گرفتم، یقه اونو گرفتم. اصلا صدقه خور که این با صدقه ما اومده قاچاق کشور. ایران نوی خفه ببین در به داغون بچه طلبه. خب زالو مگه نمیگفته چیز 50,000 نفر کشید آورد تو خیابون؟ شاه آقای پهلوی مثلا 4,000 نفر آورده. خانم آقایون وقتی که تقشون در اومد، اون برلین اونا بچهای میان پرست بودن که پرچمو تا اون بالای برج هم بردن. وقتی تقشون در اومد همشون عاملا تروریست‌های مجاهد و فدایی رفتن حمایت کردن از حامد کیسه‌کش در فرانکفورت. 500 نفر جمع کردن. فیلم این تظاهرات موجود است. اینا 50,000 نفر. به چشمت گوش سالو یک کسافت. چرا مهندس بعدی رو بعد عوامل خودشون رو بچه بسیجی رو میارن به این انگولک بکنن، عکس بگیرن، بگن سلطنت طلبای فحاش، این سلطنت طلبای بی تربیت. بعد کی میره میشینه بغل دست اون یارو که خیال میکنه خیلی هم مثلا باسواده و مثلا اینجوریه. بعد شبا میشینن توی اون طویله اینستاگرام سکس چت میکنن. خب زالو این توی یا هر موقع حرف بزنی من اینو نشون میدم. خانم آقا این زالوه در سینمای اسلامی. ببین من اینو که دیدم گفتم این فیلم 1950 سنگام راج کمار من بچه کنال خیابان چیز لدش بخور، من اینجا کلی گدار به خدا من یادم اونا افتادم. آقای مهندس بعدی لطف کنید. فولو شده شیره ای کاری بهت میکنیم سوراخ موشو تو همون لندن بخری. بی ناموس در به داغون زالوزاده. خانم آقایون نگاه کنید. محمد رضا عالی پیام، آره تو عالی پیام، چوز پیام هم نیزید و زالو که روزی نقش آخوند مظلوم و ستم دیده را در فیلم ها و سریال های جمهوری حیوانات بازی میکرد، اکنون نگران بازگشت پهلوی به ایران است. قیافه نگاه کنید. تو رو به شرافت بشری این در زمان شاهنشاه آریامل چه نقشی میتونسته در ایران بازی کنه؟ این چی میتونسته در ایران باشه؟ مثلا بگیم میخواست هنرپیشه بشه. به شرافت بشری سوگند در بهترین حالتش یک صحنه دو تا کفگرگی از ناصر ملک موتی بخوره که برگره بگه ببین یک کفگرگی بهت میزنم ها. این در اون حد بوده. خدا شاهده. آقای مهندس بعدی رو لطف اومد
بلو شده. به به به، زالوی پاسدار، زالوی با کراوات. زالوی پاسدار، زالوی با کراوات. چشمت کوشه که دیگه غلط زیادی نکنی. آقای مهندس یکی دیگه مونده، لطف اومد قیافه رو نگاه، از اون بسیجای حروم لقمه بوده. خواهد رو سره بکش بالا، اینو بکش پایین. آره تو ببینی قیافه چه قیافه، جست هم میسته. اینم حامد کیسه کشه، این کتاب بسیار معروفشه. این کتاب نمیدونم چی مالیدی ماهی ندارد، به مالید ماهی دارد. این کتاب حامد کیسه کشه. دست در نکن آقای مهندس. دیدی زالو تموم شد، ممه رو لولو برد که برید بشینید زر بزنید چمخ کشم. به لگن فروش دوست مگه ندیده چی میگفت؟ الان دموکرات شدین. یعنی میدونی چرا؟ چون شروع کردی فحش دادن به پهلوی، الان از جنس ما شدی، الان خوبه، اینجوری خوبه. اونم هی میگفت یعنی سلطنت طلب بودم دیگه. گفت نه بابا، تو هم میخواد بی خودگی بکنی تو مخ ما که اینا در من بکش بیرون. کجا سلطنت طلب بودی؟ من که من درست من در یک کشیدم ولی انقدر نشه که نیست. من که الاغ یارو رو حساب خیتش تو چشمت گوشه که اینو نیاره دهنه این بکشی بیرون سلطنت طلبی. تو دندت نه. تو چشمت گوشه. آقای مهندس لطف کنید داریم تو شماره 26 یه چیز جالبه بچه ها برای من فرسته، اینو نگاه کنید. انسان ها از حیوانات یاد بگیرید، کمپوزیسیون، هوش و حواس رو از سگ یاد بگیرید. ببخشید از سگای محترم من شما با کمپوزیسیون چیز کردم، مقایسه کردم. یه فیلمایی برای من میاد، مثلا یه ماهیه گیر کرده بود لای آشغال، بغل یه نهری بود، گربه داشت کمک میکرد ماهیه نجات پیدا کنه. گربه ای که ماهی میگیره. یه پرنده پراش گیر کرده بود لای درخت، سگ خودشو کشت که بره اون بالا، با بدبختی انقدر زد، با این سر انقدر زد تا این پرنده موفق شد فرار بکنه، چیز بکنه، آزاد بشه. بعد انسان ها بم میریزن رو انسان ها، بعد انسان ها به هم فوش میدن، بعد انسان ها برای هم توطئه میکنن، بعد انسان ها بر علیه هم، خاک بر سر اون انسان ها. یه با شرف هم پیدا نمیشه دستشو بزن رو این دکمه قرمز، یه 5 میلیارد برن رو هوا. خیلی به گوه کشیده شده بشریت، هیچ لغت دیگه ای نمیتونن به کار ببرن. خاک بر سر انسان ها که به این درجه رسیدید. نگاه کنید هوش و حواس سگ و کمپوزیسیون ما رو نگاه. عین گداهای سامره دستشون دراز کردن جلوی طویله ها، یک کمکی ما بکنید، کمک حقوق بشری، ما بجری میخوایم براندازی نکنیم، از اولش هم نمیخواستیم بکنیم براندازی. خاک بر اون سرتون، حیف خای. آقای مهندس بریم تو این سگای با شرف.哎呦我的妈呀！我的鸡蛋呢？我脏了就。给咱俩，等会儿开酒啊！猜对一把给你一根，猜错了都给你宝哥了啊！看好，哪个网友选吧？行啊，挺准啊！给你一根，再加一个网。哪个网友选吧？我去，又让弄中了，再给你一根，这回咱一碗决胜负啊！说好了。哪个网友？看看啊！哎呀，没猜中啊，这可不怪我啊！这些啊都是小宝的了。这，哎呀，我错了，哎呀，我太了。سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. یه سگ حق خودش گیره. گفت مرد که سر منو داری کار تو، حالا من سگم پس سرم کلاه بذاری. بعد ببین انگلیس داره با شعور ملت ایران، خاورمیانه برش کن که خاورمیانه که آب بردتش. ببین با شعور ما 44 ساله با 4 تا آخوند شپشو چجوری دارن بازی میکنن. 44 ساله به ما میگن نگید اعلی حضرت، نگید والا حضرت، نگید والا گوهر، نگید اولیا حضرت، نگید آریا مهر بزرگ، نگید شاهنشاه، نگید ایران آریایی، نگید کوروش و داریوش. 44 ساله ملت رو گذاشتن سر کار، فقط یا زینب یا حسین حسین حسین. یه سری تنلش مواد فروش رو آوردن با اون گردنای نکرشون، حسین 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 حسین، روانی، همشون روانی. ممنون چه تیمارسایی اینا رو کشتن بیرون، جوونا جمع کردن زیر چادر،
جوون مملکتم نه دیسکو داره، نه تفریح داره، نه هیچ، میخواد خالی کنه، تخلیه کنه خودشو. یا باید بره تو استادیوم خودشو تخلیه کنه، یا باید بره زیر چادر به اینا بگه حسین اول قبر پدر خودت و جدت و آباد بی پدر و مادر بی‌ناموس. کی داره ارث و جوششو میخوره؟ میان پرستان. بعد به ما میگن نه چرا دوربینا بگید که با درود رضا فاضلی فوش میداد به اسلام، بد بود. فریدون ولکن تو رو خدا، آواز بخون، چیزو بخون، ای شرقی غمگینو برامون بخون، اون بهتره. نه یا اینجا از آخوند خمینی بگو که میگه بریم باشینیم سوار شتر اون کارا رو بکن. چرا؟ چون حرف میهن پرستی، این شور و حال میهن پرستی رو از جوون ایرانی بگیری. جوون ایرانی چیکار کنی؟ طلب کنی در همه دیر مغانی. نه یا به جوون ایرانی آهنگ جاز نشون بدی و شور و حال بزی. به جوون ایرانی نگی ای ایران ای من، اینو نگی یا ای ایران 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 ایران. نوحه کنید، ایرانو نوحه خونی کنید. یکیشون هست میاد اونجا میگه، میاد اون یارو عقیلیه که سالاد سبزیه که اون یارو رفیق کیه؟ اینا که تو لندن. بعد اگه ما بگیم آقا زهر ما رو آقا دست کلنگ و آقا، ملتی رو که به روزخونی عادتش بدی میره میشینه پای منبر این 2 ساعت بیاد 2 ساعت واسط کنسرت میذاره، عین 2 ساعت میخ نشستی، اونم اون بالا یاور همیشه معتاد، دنیای زندونی مسترار خراب شد تو همش ناله. شهرام شبپره چرا تو جامعه ایرانی بالا نمیاد؟ چرا نمیاد بشه نامبر وان؟ چرا ویگن توی گوشه نگرش میدارن؟ ولی تا غمگین میخونه خوبه، تا شاد میخونه اگه بیاد بگه دست بزنید و شادی کنید این بده، بعد بیاد بد بخونه برامون غمگین بخونه. نوح خونی شادی رو از ملت بگیرید، نه مثل انگلیسا تمام آهنگاشون رو گوش کنی. کامان بیبی، هلو بیبی، سوزی قربانت بره من، بیا بشین روی یک بالکن قاطبه جان. اینا بده، اینا اخه، خنده اخه. چارلی چاپلین برای اونا خوبه، اون یارو مستر بیل برای اونا خوبه، لوی دو فونس برای فرانسویا خوبه، لورا هاردی برای امریکایی‌ها خوبه. برای ما تقی ظهوری خوب نیست، مسخرهش میکنی. دست کلا برای ما کی خوبه؟ ببخشید آبجی نوکرتم، نه ما اینو میخواد، انگلیس اینو میخواد. خسته شده. واه یه تانه دارم چه باری به دوشم میکشم، یابو باشه 3 قلو میزد. اسامی رو بگم حضورتون مرخص بشیم. این یه بخش کوچیک فلان از انگلیسا بود براتون گفتم. هر کس جلو پادشاهتون ایستاد بایستید. میهن پرستی اینیه که من بهتون میگم، از هیچ کس نترسید، همشون خائنن. انگلیس این بلاها رو سر ما آورده، روسیه این بلاها رو سر ما آورده، حزب دموکرات آمریکا این بلاها رو سر ما آورده، چپ جهانی بلاها رو سر ما آورده. دشمنتون رو بشناسید، نترسید. تا فهم و شعور ندارید تو خیابونا نیایید. هر وقت فهمیدید شعورتون رفت بالا، خودتون میاد تو خیابونا اعلیحضرت رو برمیگردونید. راحت بهتون بگم گول هیچ کس رو نخورید. همه کسانی که در درون و در برون از کشورن همشون خائنن. فقط تنها کسی که خدمتگزار به شما ملت شخص اعلیحضرت سیروس رضا شاه اون پهلوی سوم. تموم شد. ما هیچ خدمتگزار دیگری نداریم. ما هیچ خدمتگزار دیگه، هر کس اومد به شما گفت من خدمتگزار شما، دروغ میگه، به شرافت بشری از همه خائن‌تره. راحتتون کنم. فقط این مرد به شما خدمت میکنه، چون پدر و پدر بزرگش خدمت کردن، چون خدمت در خون خانواده پهلویه. بس سلام. دیگه هر فکر داریم بریم بکنیم. از رامش عزیز، روان شاد روان شاد روان شاد. دمش گرم که هیچ وقت الاغ ماهی رو تحویل نگرفت، خودشو کشه، بهش زنگ زد، اصلا ترم براش خدا نکرد، علفم خدا که جلوش میریزه به چهره. و فریدون فرخزاد عزیز یه کار هم هست، اونم تقدیم شما بکنیم، یاد بکنیم از بزرگانمون، از بزرگان مملکتمون. تا همینطور من هر از چنگایی میبینید هایده عزیز، هستی عزیز، ویگن عزیز میایم و یاد میکنیم. آقا شهرام $30 سپاس از شما. خانم بانو پروین بیگلری $30 سپاس از شما. بانو شهناز $20 سپاس از شما. سرباز صفر اعلیحضرت $20 درود به شرفت. آقا فریدم نیویورک $36 سپاس از شما. سرکار بانو مهتابم $250 برای سلامتی مرد شریف آقای آریان وطنخواه. دست گلتون درد نکنه، شاد و پیروز باشید.
تا دوشنبه و با یک جهان سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. اینو بگید، زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. پاینده ایران جاوید شاه، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. پاینده ایران جاوید شاه. داریم برای گفتن. چرا؟ به خاطر اینکه ما